برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، هموطنان ارجمند، خوش آمدید به صحبت امروزه ما. صحبت امروزه ما دوام ماراتون است. پیمان ملی تاجیکستان چند روز پیش ماراتون اعلان کرد و گروه ایجادی پیام به این ماراتون پیوست و ما هم هر روزه کوشش کرده ایستادیم که با برادران، با نفرانی که جان به کف گرفته، وقتی قیمت خود را دریغ نداشته در مبارزه هستند، با آنها همراه باشیم و قوت دل مردم بدخشان باشیم. برای چی قوت دل مردم بدخشان گفتم؟ برای آن که هموطنان عزیز، اگر ما دست به دست هم نباشیم، کتف به کتف هم نباشیم، هم صدایی نباشد، ما بای میدهیم. وقتی که همه منطقه های تاجیکستان با هم صدایی ندارند، این یعنی کمبودی ملت بودن را نشان میدهد. این نشان میدهد که ما تا به ملت بودن نرسیده ایم. این نشان میدهد که محلگرایی رشد کرده است و وبای اساسی ملت بودن این محلگرایی است و بی‌پروایی از آن است که در یک کنج دیگر کشور چی میگذرد. اگر مردم تاجیکستان به این راضی باشند که در یک کنج کشور چه حادثه روی میدهد، یا که مردم یک منطقه کشور قتل عام میشوند، به این بی‌پروا باشد، حتی میجه نزند، این به نهایت یک مصیبت بزرگ است. باید از این مصیبت نجات یافت و دوای مصیبت هم چی است؟ این است که ما باید متحد شویم، از درد همدیگر باخبر شویم، از رنج همدیگر باخبر شویم و همدیگر را کمک کنیم، قوت دل همدیگر باشیم. درست است بسیار زبانی هست، درست است بسیار اندیشی و گوناگون اندیشی هست، درست است که همه نمیتوانند یک گونه اندیشه کنند، یک گونه فکر داشته باشند و این حکومت امروزه، رژیم امروزه میخواهد که همه مثل خواسته های همین رژیم بیاندیشد، مثل همین خواسته های رژیم نفس بکشد و مثل خواسته های همین رژیم زندگی کند. حتی در خانه دسترخوان کشادن برای مهمان مثل خواسته های این رژیم باید باشد. اما اگر ما آینده کشور را میخواهیم، اگر ما پیشرفت ملت را میخواهیم، بقای ملت را میخواهیم، باید بدانیم که بقای این رژیم بقای ملت نیست. باید بدانیم که تحکیم این رژیم تحکیم ملت نیست. به این رژیم قدرت بخشیدن، به وطن و ملت قدرت بخشیدن نیست، بلکه ملت را به نابودی انداختن، بلکه ملت را به پراکندگی آوردن است. هر کی میخواهد که ملت تاجیک بقا داشته باشد، ملت تاجیک، گفته من فقط تاجیکستانیان را، فقط مردم تاجیک زبان را گفتنی نیستم، تمام تاجیکستانیان را در نظر دارم. حالا عده پیدا شدند میگویند بدخشانی ها خودشان را تاجیک نمیدانند،
آنها تاجیک نیستند، هیچگاه خودشان را تاجیک نمیدونستند. شما اینقدر از آنها پشتیبانی میکنید؟ ای مردم، این گفته ها، این اندیشه ها اندیشه سازگار به یک ملت بزرگ نیست مثل تاجیک، مثل تاجیکستانی ها. این اندیشه در ریشه خود زهر دارد. زهری پراکنده کننده، زهری گرفتار کننده به بیماری پراکنده شوی، قبیله شوی، تارمار شوی. اوی مردم، اگرچه مردمی بدخشان با چندین زبان ها صحبت میکنند، آنها تاجیکستانی هستند. تاجیکستانی. بسیاری از آنها، بسیاری از مردمی بدخشان برای بقای زبان تاجیکی روز نگفته شب نخفته مبارزه میبرند. برای ایمن ماندن زبان تاجیکی از تهاجم های زبانی مثل امید جیهانی و چندین نفرهای دیگر. های مردم، در بین مردمی بدخشان نفرانی هستند که برای هستی این ملت جان فدا کردگی هستند. قهرمان تاجیکستان هستند. های مردم، اگر ما همین روز ملت بودن خود را تن نگیریم، متحدی را به کار نبریم، ما پراکنده میشویم، ما تارمار میشویم، ما از بین میرویم. باور کنید از بین رفتن دور نیست. باید کوشا باشیم، غیرت کنیم، جسارت داشته باشیم که به این حکومت، به این مقامات، به این رژیم حق ندهیم که ما را تارمار کند، ما را پراکنده کند و با پراکندگی ما حکمرانی کند. مثل مقاله رزدلیه ایولاستوی بدخشانی میگویند، دروازی میگویند در یک خودی بدخشان برای آنکه همدلی رو، همبستگی مردم بدخشان را خدشه‌دار کنند، اینها بین مردم خاروخ و بین مردم درواز ونج مشکلی ایجاد کرده ایستاده اند. این مشکلی را که ایجاد کرده ایستاده است؟ مقامات. از سخنگویی های کیها سر زد این گپ ها؟ وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه، ولایت، آموزگاران، اینها را که مجبور به سخنگویی کرد؟ مقامات، رژیم. پس ریشه این پراکندگی ها، ریشه این به یکدیگر سنگزنی ها، ریشه این تارمار شوی ها در کجاست؟ در همین رژیم است. در همین رژیم. پس هر یک عرب ها چی میگن؟ لکل داء دواء. برای هر یک درد دارویی هست. البته این باید هر یک درد پیش از آن که دوا کرده شود باید تشخیص شود که به این درد چی دارویی وجود داشته باشد. بدون شک داروی درد این پراکنده کنی ها
تطبیق یک حکومت مردمی است و از بین بردن این رژیم. همین رژیم نباشد متحدی هم به میان می بیاید، پراکندگی هم از بین می رود، مهاجرت هم تا حد لازمی تا حد ضروری اختصار می شود، کم می شود، تا 70% از بین می رود مهاجرت. چون که همگان می دونیم که تقریبا نیم از مهاجران تاجیک مجبورن خانه و جای خود را پرتافته روسیه رفتگی هستند، قزاقستان رفتگی هستند و به دیگر کشورهای جهان پراکنده شدگی هستند. مجبورن از وحشت زدگی، از جای کار نیافتن، از ارزانی جای کار، از پر نبودن بایافتشان، پر نبودن سبدی استعمالی رفتند و اینها حتما اقلا یک آزادی نسبی در کشور به میان بیاید برمیگردند. هیچ کس نمیخواهد در مسافرت، در غربت زندگی داشتگی باشد. به کی معقول است که تو در غربت باشی، تو در مسافرت باشی، گردن کج و سرخم و زبان کوتاه باشی، هر کجای روی سرت به سنگ بزند، تو را انسانی درجه سیوم بدانند؟ به کی معقول است؟ به هیچ کس. پس وقتی که از یک کشوری 10 میلیون نفری از 1/3 مهاجر شده است و حتی کسانی که کسب و کار دارند، صاحب کسب و کار، صاحب دیپلم، مدرک هستند، ترک کشور میکنند، جای کار نیافته و حتی جای کار داشتند و جای کار رو ترک کرده ترک کشور میکنند. این مصیبت است. یکی از ریشه های پراکندگی در همین جا است. یکی از ریشه های از بین رفتن اتحاد مردم تاجیکستان در همین است. مردم که بر روی زمین پراکنده شده است، خویشی اقربایی حتی دادر خواهری قریب که از بین رفته ایستاده است، دیگر متحد شوی هم مشکل شده ایستاده است و وقتی که متحد شوی مشکل می شود، قدرتگیری این رژیم روز از روز بیش از پیش زیاد می شود. با پراکنده شدن، با به هر کشورها یکته شده رفتنها، ما به این رژیم خونخوار قدرت بخشیده ایستاده ایم. حالا بر ضمن این باشد در خود کشور، در خود تاجیکستان و در خود عموما مردم تاجیک این اندیشه ها پیدا شده است: او دروازی است، من به او چیکار دارم؟ او ونجی است، من به او چیکار دارم؟ او از بدخشان است، تاجیک نیست، من به او چیکار دارم؟ محمد باقر یا که چهارشنبه خودش را تاجیک نمیداند، من به او چیکار دارم؟ اوی مردم، یک قسمی تاجیکستان ازبک زبان هایند، یک قسمی تاجیکستان قرغیز زبان هایند. همین ها قرغیز زبان گفته بیایید بدهیم زمین هایی که در اونجا قرغیز زبان ها زندگی میکنند به قرغیزستان. بیایید ازبک زبان ها گفته با ازبکستان بدیم قشلاق ها، دیه هایی که روستاهایی که ازبک ها می نشینند. بدخشان تاجیک نیستن، گفته بدخشان را بدهیم. چی میماند در تاجیکستان؟ در تاجیکستان چی میماند؟ یک دنگره تمام می؟ برای همین همدیاران ارجمند خواهش میکنم از یکایک شما، باید این اندیشه هایی که او تاجیک نیست،
او ازبک است، او تاجیک نیست، او بدخشانی یا پامیری است، او تاجیک نیست، او قرغیز است را از بین ببریم. یک ملت که این گمان را داشته باشیم که فقط باید تاجیک باشد، این نادرست است. این نادرست است. با این اندیشه ما نمیتوانیم وطنداری کنیم. همین اندیشه که در سر رژیم است 30 سال است نتوانسته ایستاده از وطنداری کند. 30 سال شد، مردم را 5 سال انتظار کن، 10 سال انتظار کن، من بعد از جنگ با 10 سال دیگر 15 سال انتظار کن. نخواد 30 سال باشد، اقلا پایدیواری یا که فوندامنتی دولتداری رو نگذاشتیم. اقلا اگر فوندامنت دولتداری مردم را از سرسانی نجات دادن باشد، متحد نگاه داشتن، از پراکندگی نگاه داشتن باشد، اقلا از عهده همین نبرآمدیم. هر سال شمار مهاجر از سال پیش زیاد می شود. هر سال شمار جنایتکار از سال پیش زیاد می شود. هر سال شمار آنهایی که صاحب کسب هستند و می توانند برای پیشرفت کشور سهم ارزنده بگذارند، کار خود را می پرتانند بیشتر از پیشتر. تاجیکستان را ترک می گویند. در تاجیکستان نارسایی های کادرها به قید گرفته می شود، اما صاحب کسبان تاجیکستان را ترک می کنند. در همین ساحه تیپ هزارها صاحب کسب، هزارها طبیب نمی رسد، اما امروز می بینیم که طبیبان اهل عائله خود را گرفته برآمده رفته ایستادند. وزیر تندرستی در نشست مطبوعاتیش چی میگوید؟ میگوید که کشورهای دیگر برای طبیبان شرایطهای خوب وعده کرده، شرایطهای خوب مهیا کرده ایستادند، برای همین طبیبان ما برآمده رفته ایستادند. پس چرا شما این کارها را نمیکنید؟ از این میبراید که شما از عهده متخصص داری نمیبرایید، از عهده قدر کردنی متخصص نمیبرایید. وقتی که نفرانی در سر قدرت هستند که از عهده قدر کردنی متخصص نمیبرایند، همین خیل ملت پراکنده می شود، مردم پراکنده شده می رود، متخصص همه برآمده می رود. وقتی که همه به هر سو برآمده رفت، متحدی اتحاد از بین می رود. وقتی که اتحاد از بین رفت، ملت بودن زیر سوال می رود. ملت بودن زیر سوال می رود. قبیله قبیله شده می رویم. و وقتی که مهاجرت اجباری شد، یعنی هر متخصص و هر صاحب کسب مجبور شد که تاجیکستان را ترک گوید و در بیرون از تاجیکستان باشد، این نشانگری آن است که دیگر اگر یک زن و شوهر 4 فرزند داشته باشند یا 5 فرزند داشته باشند، بغیر از همون زن و فرزند دیگه 5 شهروندش را تاجیکستان از دست میدهد. دیگه او فرزندان که دیگران تربیت میکنند یاد وطن نمیکنند، یاد تاجیکستان نمیکنند، از یادشان فراموش میکنند. این تجربه ها در رگ و پوست ما احساس شده ایستاده است. خیلی مصیبتی بزرگ است. خیلی در روحی وطن دوستی و بایاد کشور، فرزندانی که سالها کشور را ندیدند، وطن باباگیشان را ندیدند، در روحیه وطن دوستی و زادگاه دوستداری یا اینکه وطنی باباگی دوستداری تربیت کردن فرزندان خیلی مشکل است. ما این را در خودمون احساس کرده ایستادیم. انا برای همین هم تماشابینان عزیز
امروز یگانه راه برای نجات ملت این است که ما رو به اتحاد، به همبستگی، به همصدایی بیاریم. ما اساساً هیچ دشمنی نداریم، فقط نفرانی هستند که صد راه پیشرفت ملت هستند و آنها را باید ما یک طرفه کنیم و برای ملت حق بدهیم که پیش برود. ما این را باید دانسته باشیم که در بین خود نباید دشمنی کرد. حتی همین رژیم به ما دشمن نیست، بلکه صد راه پیشرفت است. این صد باید از گرفته شود و به ملت حق داده شود که ملت پیش برود. ما همین قدر مقصد داریم. حالا ایده از بزرگان ما، ایده از بنام زیاییان ما با امبیتسی های خودشان همین صد راه را ماندند، به هم دیگر تاخته گشتند و حالا جرأت مقامات، جرأت همین رژیم به تاخت و تاز به سوی بدخشانی ها هم از همین جا سر زده است. چون که ما حالا به تاخت و تاز علیه خود، ملت، مردم به تاخت و تاز علیه خود آواره است. این رژیم میخواهد هرچی بیشتر خودش را قدرتمندتر سازد و کسانی که صد راه غارتش هستند، کسانی که صد راه دزدیش هستند و کسانی که صد راه خیانتش هستند میخواهد از سر راهش دور کند. و این محمد باقر هم یکی از آنهاست. با محمد باقر این رژیم تنها همین شب و روز مشکلی نداشت، مشکل اینها کهنه است. برای چی با محمد باقر اینها مشکل دارند؟ برای آن که او پشتیبانی مردم دارد، گپی او را مردم گوش میکند. برای این رژیم هر کسی که صدایش بالاتر از صدای این رژیم است، او نباید وجود داشته باشد. حالا بیایید یک مصاحبه سابق زیر رادیوی آزادی عبدالقیوم قیومزاد که با محمد باقر تقریبا قریب 10 سال پیش باشد به فکرم گرفته است. بیایید با همراه گوش میکنیم. 10 سال پیش هم احوال همین بود. بیایید با هم گوش میکنیم، بعد برنامه رو ادامه میدیم. بعد از این گوش کردن این صحبت با هم صحبت میکنیم. کسانی که آماده هستید صحبت کنید، مرحمت وارد برنامه شوید. بیایید با هم گوش میکنیم. چنانه در آغاز برنامه هم گفتیم، بعد از عملیات نظامی در خاروغ که با طلبی به مقامات سپردن گمانبران قتل ژنرال عبدالله نظروف آغاز یافته، زیر 70 کشته به جای گذاشت، اسمی برخی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک زود در رسانه‌ها پیدا می شود. یکی از این فرماندهان محمد باقروف در صحبت اختصاصیش با رادیوی آزادی گفت که طلبی اساسی آنها همچنان خروج هرچی زودتر نیروهای دولتی از بدخشان است. نخست از جناب محمد باقروف پرسیدم که همین حالا در چه وضعیتی قرار دارند. نه شب خواب داریم و نه روز راستی گفت واجدانیم که یگان بلای دیگر می شود. چون که بعد از همین کاری که با کماندانمون نظر کردم، من هم جداد دارم که یگان بلو میکنن. ما هم جداد داریم، می توجه نلی کم شیطی. ببینید آقای محمد باقر، در مورد کشتار امام نظر سر و صداها گوناگون است. حتی گفته می شود که این کاری نفران خود اوست. نه، این کار حکومت او امام نظر همین خیلی برای چی؟ یک مردک بزرگوار بود، خورو اما ما وای را گوش میکردیم. او در خاروغ به صاحب همین که چوپا نکشتن گوسفند خودش میرود. میگن اونا خطا کردن، ما به صاحب نیستیم و نمیمونیم، نخواهیم موند. با شما نمایندگان مقامات تفتیشاتی تاجیکستان نیز سوال و جواب کردند. از شما چه ها پرسیدند؟ مسئله همون گنرال
حاله که کشتن وایرا. دوم همین میتینگ. سیوم گویا خلیگانی کردم. اونو در مزور دوریم. همین طرف بار خورغمه و اونجا مزور همین سلداتو مزور در خوب کردن. من اونو را پیش کردم. از اونجا نه گنویم. من جبر دیدم اکا من پسرم کشتن. دومودم کشتن. هم صنفم کشتن. آنای نظر برای من همچون پدر بود وای را کشتن. من جبر دیدم لیکن همین نمیدونم هیچ خیلی قانون تاجیکستان دارد اوزر من یا افنیایم خیلی من غم و غصه ندارم بخشیدن نسپرردیوه. آقای محمد باقر ببینید قرار است همین نزدیکی ها رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان رود. خب شما چی انتظاری ها دارید؟ آیا با شما نیز ملاقات خواهد کرد؟ شما را به حضور خواهد پذیرفت یعنی قبول میکند؟ بعد میبینیم همین چی نیست خیلی قبول میکند نمیکند مو خیلی بیاید بعد میبینیم لیکن خلق بدخشان مو ناس نموگت نکلین استاوت никогда в жизни همین را باید بفهمند و بدانند ما خوجند و غرم نیستیم. ببینید فرض کردیم اگر این ملاقات برگزار شود شما کدام شرط و طلب پیشنهاد میکنید؟ به ذات الله طلب و شرط شما چی خواهد بود؟ تیستر همین گنرالای خود را از کدام کلخوز گرفته تمام کلخوز آنو را سپورد. در این حادثه ها شما و طالب و یادگارم گناهگار اعلام کردند. وقتی با رئیس جمهور اگر همین گونه ملاقات با شما صورت بگیرد شما شرط های در مورد تقدیر خودتان هم پیشنهاد میکنید یا نه؟ تقدیر من حالکه من خلق خود را никогда в жизни نمیمونم و نمیمونم که یکون کس همین بدخشان بیاید همین خیلی تیر پرونه میر پرونه کنند. ببینید خاک بدخشان یک پاره خاک تاجیکستان هست و مثلا حکومت هم که اگر نیروهایش را داخلی خاک بدخشان کرد داخلی خاک خود تاجیکستان کرد فکر میکنید برای چی اونها بیرون برآورده شوند؟ یعنی آنها در اونجا ضرورت ندارند که باشند؟ ضرورت نیست. آنها خلق را از درجات میکنند. همین زمین فروشه را هم بس کنند. این زمین بدخشان زمین پدر اونو نبود که اونو را فروشند خطایوده. حاضر شما زبانتان چیه؟ رتبه حربیتان چی هست؟ پلکوبنی. صحبتی که با پرزیدنت می شود به شما دوباره یکون پست دولتی وظیفه دولتی پیشنهاد شود قبول خواهید کرد؟ نخواهم کرد. من یک بار همین طبقون دافتیدم اکا سال 1996 بعد انتگراسیا من بس کردم. من برای خلق خودم خدمت میکنم فقط برای خلق. صحبتی بود با محمد باقرов یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون. ببینید گوش کردید تماشاگران عزیز این چندین سال پیش شده گذشته است این حادثه و چندین سال پیش هم اینها فشار داشتند به سر مردم بدخشان تاخت و تاز داشتند و طلب مردم بدخشان این بود که لشکرکشی را بس کنند از پی حفظ مرز کشور شوند از پی صلح و ثبات شوند از پی پیشرفت کشور شوند اما اینها هوش یادشان در بدخشان است. چرا؟ اینها میخواهند که اگر مردم بدخشان را سرکوب کنند و نهایت به این حالت رفته میرسند که دیگر تمام مردم کشور را سرکوب کرده شده اند و به مراد و مقصدشان رسیدن دیگر کسی سد راهشان نمی شود. برای همین تماشابینان عزیز بدخشان گهواره امنیت ملت است. بدخشان گهواره امنیت است. امنیت برای تاجیکستان. هرگاه که گهواره را جنباندی اگر هم مثل مادر مهربانانه جنباندی با الله های دلنشین جنباندی کودک درون گهواره خوابش میبرد. با قهر و غضب جنباندی دیگه تو داد وای کودک را میبراری. با قهر و غضب جنباندی یا که سخت جنباندی داد وای کودک را میبراری. بدخشان گهواره امنیت است.
باید با مردم بدخشان مثل بچه جیره یا که مثل بچه اوگای باید مناسبت نکرد. بدخشان که یک قسم جدا نشونده تاجیکستان است، مردمش هم همین طور است. حالا شما کوه به کوهی بدخشان سنگ‌های قیمت‌بها کافته گشته اید، سنگ‌های قیمت‌بهایش، طلاهایش برای شما عزیز است و زیاده از 45% صادرات تاجیکستان به سنگ‌های قیمت‌بها، متال‌های قیمت‌بها و نیمه قیمت‌بها ربط دارد. پس سنگ‌های قیمت‌بها برای شما لازم، متال‌های قیمت‌بها برای شما لازم، طلایش برای شما لازم، لعل بدخشان برای شما لازم است، اما خود مردم بدخشان نه. خود مردم بدخشان برای شما بچه اوگای. انصافتان کجاست؟ چرا چنین می اندیشید؟ چرا میخواهید مردم بدخشان سرکوب شود؟ بمانید یک مردم سربلند بیستد، به گپتان ندر آمد بگذار ندر آید. شما هم دارید که بچه های گیرکش و نرکمان به گپتان نمیدارد. در کوچه های دوشنبه بچه های مردم را زده میکشد، به 200 سومانی جریمه میبراریدشان و باز هم به دیوانگی هایش ادامه میدهد. بچه های شما بچه های مردم بدخشان بچه نیستند. به خاطر جوره دخترتان بودن یک نفر رو حیفا که جوان هستی وگرنه 15 سال در ترمه را میگزدی میگیدو دزدی را کرده است. مال کشور را، مالکیت دولتی را دزدیده است، بودجه را دزدید، پولش بودجه را دزدیده است، به خارج برآورده است. خود رئیس جمهور میگوید حیفا که جوان بوده است او نجات مییابد. برای چی؟ برای اینکه با دختر شما یارو جوره است. اما نفری که در پهلوی مردم است، نفری که غمخوار مردم است، شما چیکار میکنید؟ چیکار کرده است؟ رهبری ریاست معارف را زده است. اوی بچه های شما آدم کشته ایستاده است در مرکز پایتخت کشور. چندین نفر را کشتید. گانکبازی های رستم از یادش رفت، کوچه ها را بسته. از یاد کی رفته است؟ اوی مردم دوشنبه، مردم پایتخت. کی نمیداند گانکبازی های رستم را؟ از یاد کی رفته است گانکبازی های رستم با جوره هایش، با شاهروخ و با دیگران؟ بچه های خودتان نرکمن است. بچه های گنده دارید. هر جمعیت دارد آخر. شما به خاطر یک نفر یا 2 نفر یا چند نفره که کرد و قلقش به شما نمیفورد باید تمام مردم را سرکوب کنید به سوی او؟ باید تانک و توپ و تفنگ کشید، لشکر کشید به سوی مردم خودتان؟ حالا در کمند امام علی رحمان از خودش کشیده تا بچه هایش، تا دامادهایش، تا تمام وزیرانش به ناخون پای محمد باقر می ارزیدگی قدر ندارد. به ناخون پایش می ارزیدگی، وطن دوست، در بین مردم محبوبیت داشته قدر ندارد. همین وزیرانتون را، دل خواهش را از همین امام علی رحمان کشیده تا بچه هایش، تا دامادهایش، دخترهایش، تا همین دل خواه وزیرانش. اگر پاره کرده برود، یک باور کنید حتی همسایه هاش پروا ندارند. برای چی؟ برای که میدونیم که اینها کیها هستند. مردم میدونند که اینها کیها هستند. دزد و قلاب و غارتگر، مشنیک ها، خون مردم خور، از همین کلانش سر کرده تا آخرانش.
اما وقت دیدید که شما حتی لشکر کشیده ایستاده اید و وقت داده ایستاده اید، پنج شبانه روز وقت تا ساعت 5 سحر وقت مردم وات بگفته ایستاده است. وات همین بس نیست؟ همین شرمندگی برایتون بس نیست؟ بس است همین شرمندگی برایتون؟ اگر وجدان داشته باشید، اگر ناموس داشتگی باشید، جوانمردی داشتگی باشید، اگر برای شما همین قدر شرمندگی بس است. پشتیبانی مردم از محمد باقرов باید سبب استعفای تک تک شما میشد. تک تک شما، همین اهل رژیم، از همین امام علی رحمان اهل خانوادهش کشیده تا همین کماندش، تیمش، تا همین وزیران و کبیرانش، همه استعفا میدادی، میرفتی از شرمندگی. دیگه سرت برداشتن نمیدونستی کجا برداری، در کجا برداری. حتی شرم داشتید، حیا می داشتید، همین بس بود. دیگه شما نمیتونستید با ملت روبرو شوید. همین شرمندگیتون بس بود. یک نفری پشتیبانی در بین مردم داشتگی را شما میخواهید ترور کنید. چرا؟ او پشتیبانی داره، شما ندارید. رشک زنکانه، او محبوبیتی که در بین مردمش داره شما ندارید. همین است. او به نیکی یاد می شود، شما شب روز به بدی، به خون مردم خوری، به دزدی، به غارتگری. برای همین شما رشک زنانه دارید و می خواهید محمد باقر را ترور کنید. بس است آخر. این رشک های زنکانه تا کی شما از جوانمردی خود یاد میکنید؟ یا انیقتر کرده گویم، کی مردیگریتان به یادتان میباید که شما مرد آفریده شدگی هستید؟ چندین نفری که در سر قدرت هستید، شما مرد آفریده شدگی هستید و هرچند مرد هم نباشید، انسان آفریده شدگی هستید. وحشانیت تا به کی؟ وحشانیت تا به کی؟ یک نفر با نام صدای حق وارد شدند، میخواهند صحبت کنند. ایشان را پیوست کنید. صحبت را دوام میتیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. اکای شوکت میگم این برنامه های شما را ما مقصد ای سال چند نگم، ای سال 2015 ایست با فکرم تماشا میکنیم. خیلی ما وقت جوان بودیم، مقصد و قصول زیاد نداریم. خیلی غذای معنوی از شما از دیگه بزرگای ملت مقصد ما الحمدلله شکرگزاری میکنیم، مقصد با خدمت گرفتیم. با یک چیز دیگه را گفتنی هستیم که همین آقای محمد باقر را من تماشا کردم چند ویدیوهاشه. این آدم مقصد ما باید هممون حرمت عزت بکنیم. این مثال یک آدم نیست که نسبتش مقصد پرونده بکشویانه جنایتکارش بگن که مثال یک آدمی کسی را مقصد ضرر رسونیده. ها درسته، مقصد در پامیر مقصد آدم ها افتریتت چه قبول دارن، مقصد گپش گوش میکنن، یگان جای ضرر نداره. هم خیلی آدم ها باید تمام تاجیکستان ده باشه، نه فقط پامیر ده. او یکی پامیر ده مقصد خیلی آدم پیدا شده، یک شرفی ما که ما میتونیم مقصد حفظ بکنیم سرزمین خودمونه. یگان گپی نادرست نزده، هم قگپاش گوش کردم، اما یگان گپی نادرست نزده. انسانی درسته. بعد یک چیز دیگر را گفتنی هست با همین حکومت دارا که شما همین مردک هستین، مادری همون بدخشانی، مادر همش مادره. این همین رسیه ده همون زنه مقصد. لوبای جدا زنه. زن مقصد یگان چیز نداره، یگان جای چیزش نیسته، ضعیفه. شما همین آهی مادر مقصد میدونین چیه؟ بدبختین چیه؟ شما خدا بزنتونه، خدا زده یک کارای کده این که ما در عقل آدم راست نمیگیره. بله. بس کنین دیگه ای کاراتونه.
کمترک در همین معاینه سری به عقلتون بزنین که این روز پگم این ملت میخیزه، این ملت در خیرس نیست که یه حیات خوب روه. این روز پگه این ملت میخیزه اقرتقتون میگیره که این قصال ظلمه چی به چخشم ده حقی ملت رو دیدین. باید چیزگر حکم هم میخوام مقصد بگم، ما خودمان همیاره در بالای سر خودمان ظلم کدگیم که تا حد را مقصد ده حق ما ظلم رو دیدگیم که 70% ملت ای دولت بیرون ای 70% ملت او پامیر مثال گه بگری 70% ملت در تاجیکستان میبود در حق پامیری های خلیج ظلم یا رو نمیدیدن. مثال گه تاجیکستان هم مقصد ظلم میفهمیدن، جوانای ملت در تاجیکستان میشیدن، ما هممون مقصد یکدیگر منقطی در تاجیکستان زیچ هستیم، ظلم میفهمیدیم، مقصد میبرومدیم. این یکی مثال گپ برادرای ما ای دولت بیرونن، دولت به خاطر همین میدونه که یگون ریاکسیا نمیشه و ای طرف شهروندو که مقصد ظلم نسبت یک مناطق کشور اگر روا ببینه ای طرف شهروندو یگون کور نمیشه، برای میدونه که همه در خارج کشور. ما دعوت ما نسبت همین برادرای تاجیک همیه که ما باید هممون با تاجیکستان بر بگردیم، بفرمانه که آینده دولت من مقصد آینده درست بشه و ما یک ملت مقصد درست بشیم که در یگون قشر جامعه مقصد ظلم رونق نیوه. ما باید به دولت خودمون بر بگردیم، ما باید بفهمیم که اگر در سرزمین خودمون ما خودمون بابایا نرسونیم، سرزمین خودمون بنیاد نکنیم، ما آینده داشته نمیتونیم. خیر شدیم به خدا که همین کدام برادر قطعی در خارج کشور گاو میزنم اکا همشون کسلیان. این نسل ما چی نسل میشه وقتی که همه مقصد بچه های تاجیک کسلی شدگیان؟ همو وزارت تندرستی خدا بزنه تره که تو هم مردک نیستی فرزندی ملت فرزندی تا ایوخی خدا زده. ای اوچه ملت مقصد گیریه بکنه هزار بکشه که فرزند 8 سال در تاجیکستان نامده، 7 سال در تاجیکستان نامده، 5 سال در غربی نمیدونه چی خورده چی نخورده، تو خدا زده ای پورا خرید شکم دم کدگی در اوجه شتگی نمیدونی که مقصد پول تا کجا صرف کنی. درست است. با من با اکش اوقات به خدا قسم من نسبت مردم پامیر بغیر از حرمت عزت یگون گپی دیگه شو ندارم. به خدا قسم همیجا را اگر خاموش بکنن تمام تاجیکستان خاموش دیگه میگفته باشی تاریکستان آزادی شده باشه. بله. تا با کی ما این همه مقصد ظلم استبداد مقصد نسبت خودمون روان ببینیم. بخیزیم بریم همین بدبختا را قضیات هم نیستن، یعنی ما شما بکنیم خداوند یه روز شب ما را موندگی از ما امیدی ما همیه که الله یه روز شنه خوب ما را نمونده باشه. در دولتی ساز بکشیم که زن این ملت در غریبی مقصد قیر نشوه، فرزند این ملت در غریبی قیر نشوه، مادر این ملت در فراق فرزندش تیر نشوه. اکر اول کلام خدا نگهبانتون باشه. زنده باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. حالا یک خبر هست که از 15 تا 25 فوریه سپیس اپراتسیا می شود در بدخشان. یعنی قواها رو میبرن علیه به خاروخ مقامات هجوم بکند، هجوم نظامی میکنند. بیاید همین نوار رو با هم گوش میکنیم، بعد باز برنامه رو ادامه میدیم. Жители города, участвующие в переговоре с силовиками. По их словам, условие силовиков заключается в том, что 15 февраля все лица, которых требуют правоохранительные органы, в том числе Маматбакиров, должны сдаться. Однако ни Маматбакиров, ни другие лица,
как говорят наши источники, не считают себя преступниками и не намерены сдаться. Ситуация в городе остается спокойной, но неопределенной. Вчера ночью, вооруженные военные хотели заехать в микрорайон Гулакейн. Однако около Джамаат-Хона собрались местные жители, которые не пустили их в спальные районы города. Молодые люди сослались на то, что в городе не объявлено военное положение и вооруженные лица не имеют права тревожить местное население. Ночное дежурство в микрорайонах города продолжается. خدا کند که چنین نشود. خدا کند که اینها به مقصدشان برسند. حالا یک زنگ از واتساپ اومده است، گوش میکنیم. الو. الو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خولای مریم بی شریف زاده، صدایتان را شناختم. تشکر بزرگ. زنده باشید. بفرمایید. برادرای عزیز و مهربان، چند روز بازه من بسیار با احساسات بلند برآمد دارم به حفظ تمام ملت تاجیک، خصوصا به ملت بدخشان، با اون مردمی که حاضر اینقدر ظلم و ظالمان میکنند. با اجازت شما میخواهم به زبان روسی گپ زنم. گپ زنید. Обращаюсь ко всему мировому сообществу, особенно Путину Владимиру Владимировичу, чтобы он взял на личный контроль ситуацию в Горном Бадахшане Таджикистана. Почему? Потому что этот президент Таджикистана хочет там пролить кровь безвинных людей. Спецоперацию хочет провести с 15 по 25 число. А люди ни в чем не виноваты. Вот лично вас, уважаемый Путин и уважаемые все главы государства мира, прошу, чтобы вы посодействовали, чтобы убрали вот эту гуманитарную блокаду, гуманитарно-экономическая блокада Горного Бадахшана заключается в том, что им с ноября месяца отключили интернет. Вы прекрасно знаете, сколько сотен тысяч из Бадахшана имеет российское гражданство. Там находятся их престарелые дети и малолетние дети. Они не могут получить свои заработанные честно деньги не могут получить свои переводы из России, чтобы обеспечить жизнедеятельность всех этих людей. Учитывая все это обстоятельства, вы прекрасно понимаете, кто такой Мухаммад Бокиров. Он служил и в советское время, когда были там пограничники. Он принимал активное участие в том, чтобы не было там бандитов. Является одним из честных и честнейших людей. Поэтому очень прошу вас, вот будет у вас мероприятие большое по Евроазесу с 27-28 февраля этого года в Казани, как раз таки привести до сведения этого Эмомали Рахмоновича Рахмона в том, что со всей своей коррумпированной, узаконенной бандитской семьей, который до прихода во власть за 2 месяца начал Я прервалась, по-моему. Алло, слушайте меня. Слушаем вас. Поэтому вас очень прошу, пожалуйста, срочно вмешаться в ситуацию Горного Бадахшана. Тем более 96% граждан Таджикской ССР были против распада Советского Союза. Сейчас большинство граждан Таджикистана имеют российское гражданство. О незамедлительном присоединении Таджикистана к союзному государству Россия-Беларусь. Тогда мы спасем
все геополитические и геостратегические интересы наших стран. И спасем ни в чем не повинных 250-300 тысяч граждан горного Бадахшана, ни в чем не виноваты. Потому что в действительности там огромное горе, люди страдают. Мое обращение не только к гражданам Таджикистана, но ко всем людям на свете, чтобы мы взялись за руки все, и все могли плечом к плечу стоять, отстаивать интересы гражданского населения Таджикистана, и чтобы этот, извините меня, людоед, кровопийца, этот президент, самозахвативший власть в Таджикистане, за 30 лет превратил Таджикистан в гетто, превратил в концлагерь, ушел в отставку со всей своей семьей и ответил со всей этой своей преступной семьей за все свои злодеяния в Международном военном трибунале подобие Нюрнбергского процесса. با شما یک سوال دارم در همینجا. شما از سرشوی سخنرانیتون به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مراجعت کردید. فکر نمی‌کنید که قوت دل دیکتاتورهای اتحادیه دولت‌های مستقل همین خود پوتین است؟ Дело не в этом, потому что Путин нигде не хочет, чтобы пролилась кровь человеческая. Понимаете? Если кровь человеческая нигде не будет проливаться, и если мы в действительности хотим с вами, со всеми, даже те, которые ненавидят меня и пишут всякие гадости, и еще на мои выступления клеят государственных деятелей, руководителей России, вот особенно этот, кто вот Дефо, Мумаез, ТЖ, они в своем уме или нет? Что они провоцируют? Руководители российского государства. Немедленно надо закрыть все их сайты, все их каналы. Вот они где проявляют свое безобразие, свое лицо истинное показывает. Против гуманизации, против человечности, против всех тех людей, которые хотят правду говорить. Если я называюсь Майрамби Шарифзода, значит я Майрамби Шарифзода. Если я выхожу, значит, не показывая свое лицо, значит, на это есть основания. Если они безмозговые, хотят на ваших выступлениях, на выступлениях других людей зарабатывать деньги для этих радикальных исламистских группировок и отправлять их бандитам, то в этом ни вы, ни я не виновата. من در اینجا از شما دیگر چیز پرسیدم. من گفتم که شما حالا مراجعت به ولادیمیر پوتین کرده ایستادید. آیا خود همین ولادیمیر پوتین قوت دل همین دیکتاتورها نیست؟ Нет. پس خودش علاقه رو به دیکتاتور آورده است. Со всей ответственностью вам объявляю. Один из честнейших, один из благороднейших граждан мира – это Владимир Владимирович Путин, который на протяжении своего пребывания у власти сохранил то, что осталось от Советского Союза, сохранил честь, достоинство всех тех людей, которые погибли в Великой Отечественной войне. Где бы ни было. Поэтому اکثریت بسیاری از قانون‌های دیکتاتوری، زمینه‌های دیکتاتوری، پایدارهای دیکتاتوری در بعضی از کشورهای گرد اطراف روسیه تجربه می شود و آن در روسیه پیاده می شود. مثلا اگر هم دور دراز ماندن یک پرزیدنت در سر قدرت، یا که ابدی ماندن یک نفر در سر زمینه گذاشتن به ابدی ماندن یک نفر در سر قدرت، در بعضی از کشورهای آسیای مرکزی یا دیگر کشورها این رو تجربه کردند و حالا در روسیه پیاده کرده شدند. Я сейчас вам отвечу на ваш вопрос. Вы имеете в виду Лукашенко, Александра Григорьевича, хотя там нет полезных ископаемых, он за все свой период своего управления сохранил весь аграрный сектор, дал рабочие места всему населению, не повышал ни разу цены, сохранил то, что у него даже есть. Алло. И пусть будет Лукашенко до конца жизни, да? Если Лукашенко приносит пользу своему народу, прежде всего, своему народу, своему государству, хоть ему будет 1000 лет, пускай он будет
Зато он ни 1 сантиметр своего государства не потерял. Он не производил массовый геноцид над своим народом по сравнению с Эмомали Шариповичем Рахмоном. О чем вы говорите? حالا ببینید حالا در میدان‌های تاجیکستان 1 میلیون نفر برآمده دفشو نگفتن مثل اون که لوکاشنکو رو دفشو گفتن. Лукашенко никого не стрелял. Стрелял. Народу объяснили, кто такие враги. Вам что, сейчас нравится? Или то, что творится в Украине? Разве то, что сейчас творится на Украине, кому-нибудь нравится? Или то, что творится, допустим, в других республиках, которые мы их потеряли? В Украине что случилось? Из меня врага таджикского народа не надо строить. Вот посмотрите, Я вот в Украине, вот посмотрите, в Украине что происходит? Что в Украине происходит? Не поняла. В Украине что происходит? Вы видите, что происходит на Украине? Ничего. Ну, значит, поглубже надо копаться там. Вот насчет Украины тоже надо копаться в Путину. Он что хочет. И все. Он виноват ясно. во всем, что своевременно не вернул все те земли, которые подарили Украине. Вот Если бы он Украины, вернул все земли, которые вот посмотрите, подарили я что хочу Украине, говорить. не было бы там 8 лет войны. Слушайте, пожалуйста, вот я что хочу говорить. Насчет Украины, насчет Казахстан, Батахшан, Таджикистан. Вот надо копать Путину. Не поняла. Вот насчет Казахстан, насчет Украины, Бадахшан, Таджикистан. Вот если Путин хочет в этих республиках, чтобы была все тишина, будет тишина. Если он война хочет, война будет. Вот дали время. Он никогда войну не хочет. Путин человек миролюбивый, человек, который приносит счастье народам. Вот я этого не вижу. Вот я этого не вижу. Надеюсь на милость. Вот посмотрите, вот лично я этого не вижу. Вот весь вот граждане Таджикистана этого не видят. Бог даст. Мы все с вами верующие люди. Вот 27-28 февраля этого года в Татарстане этот вопрос решится окончательно. Иншаллах. Потому что одна фашистующая, одна узаконенная преступная организация, одна семья не может издеваться над 10 миллионами людей. Выдавливать 3 миллиона людей для того, чтобы самому там, извините меня, проводить жизнь со своими родственниками и приближенными. Вот посмотрите, с Божьей помощью, вспомните мои слова, где-нибудь запишите, оставьте. 27-28 февраля этого года этот вопрос будет иметь большую точку. Конец властвования, конец унижением, конец несчастьем, трагедиям таджикского народа будет. Таджикистан надо незамедлительно присоединить к новому союзному государству, и на этом точка большая. И все мы сохраним и свой герб, и свой язык, и свою культуру, и свои национальные ценности. И самое большое мы сохраним народ и свою территорию. Иншаллах, надеемся. Ташакур зиёд ба шумо. Так что, если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Будем задавать в данное время. Вот из другого телефона звонят. Мы должны принимать звонок. Алло? Алло. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Озимамият ҳаст. Садоятон ҳаст. Бифармоед. ман бисёр вақт мехостам ба шумо гап зарам, лекин намеша ма дар умумият акчан сухан доштум мефтум. Бемалол бифармоед. ҳар чанд зидди андешаҳои ман бошад, фарқ надорад бародар. Бифармоед. ман дар общий мақсад гап мезанам. мавзӯи шумо дар бораи чӣ намедонам. ҳамин нашуд результатҳои Эмомалӣ Раҳмон нигу гап занам ки ман соли ёд доштам Тоҷикистон 8 миллион аҳолӣ дошт. Таҳаффуҳот 10 миллион нашидаст.
سببش در چه که هر سال توجیکا هر روزه ای گراجانی توجیکا اتکاز میکنن از پشت رحمان و توجیکا تا 60 میلیون توجیکا یک در توجیکا 10 میلیونش زندگی نمیکنه برای که هر روز پشت رحمان مردم گراجان به توجیکا اتکاز کردن برادر یک دقیقه صبر سرشوی صحبت شما بی‌نهایت خوب بود برادر حالا آوازتان کنده میبیاید خواهش میکنم در یک جایی که مافش خوبتر است یا که باز خوبتر شد بله خوبتر شد ما وقتی که خورد بودم مایده بودم نمیدونم چند ساله 8 ساله بودم همه سرشوی روغون بود مردم میگه که حاضر در تاجیکستان رحمان روغون سوخته است ما مایده بودم والله بالله تعالی قسم میکنم در خونه ما نان نبود که بخوریم 5 برادر همه مکتب خوندیم پدرمون در تاجیکستان اومد برای که سبب خورد بودن ما بررسی اومدن نمیتونست و ما در خونم آرد نداشتیم که بخوریم ما ای مکتب خونه هم گوشنه بودم گفتن سهمیه خرید من همین چوچ کردم من گفتم که چون من نان تخرم گفت ما 100 روبل 100 سومون تاجیکی قرض گرفتیم اما که نمیدونم کم همسایت گرفته آرد خریم نکی این همسایه‌مون در همونجا کار میکنه در دولت اون در پیش در ماشینش مونده ما را مجبور کردن که چی بخرین سهمیه بخرین какой-то сертификат за 100 сомони بله انا بعد از بین برای کی مقصد ما گفت شما سوید میتیم بعد ما قسم والله بالله ای خونه همسایه در همون روزا نان دزدیده خوردم کودکی خورد وقتی که کلانیم گشته میشیم چی حال نمیم ما در خونه همسایه نان دزدیده خوردم ما خویل میشم نه که اومد رحمان و همون ساس ما ای خونه ما گرفت که 5 گوله گشنه بود که ما 8 ساله 9 ساله 5 ساله آدم خیلی کودکا بودیم بردودارای ما بودن و رفت با چش سمالیات خرید سوید до сих пор ما نداریم بله правильно بس با چش سمالیات خرید با ما رسید عذاب کشیدم در سرکت تا 45 خندکی کار کردم کرونا ویروس بعد خونه رفتم همون سومی که ما دادیم سمالیات خرید در همون سوم 100,000 بلیط بود که خونه برای بله اینا چه ما دیگه طرفداری رحمان فاطمی چه ما برام وطن ما خدمت کنیم که ما گشنه گشتم پرسیز که کودکی که نان دزدیده میخوره در چی حال اومده در چی حال گرسنگی در تنگی اومده ملت در حال مردن است در همین حالت کرونا ویروس ملت در حال مردن است مردم مرده رفته شده است بسیاری از کشورها هواپیمایهای خود را 50% و 40% و 60% نرخ بلیطش را ارزان کردند و حتی بعضی از کشورها بی پول شهروندانشان را چی به هواپیما چی به قطارها گرفته بردن از ما 10 برابر و 20 برابر و 100 برابر و 200 برابر نرخ بلیط ها را قیمت کردن همون سمالات رو ما خریدیم گشنه گشتیم نان دزدیده خوردیم خدا بخشم کودکی ماده نه که همون پول مجبور کن 100 سومون نخونه ما گرفتیم بله با روغن گفته پول جمع کردن دو تا سمالیاتی چی خریدن بوینگ خریدن دستیخبار در خونه ما است 100 سومونی همون چی 100 سومونی هم سوم بود که پدر ما دیگه کار نمیکرد ما با همدردی خدمت میکنم با برادر عبدالرحمن که خیلی ناموس وقتی که مادر دزدیده برای یک ناموس است که حاضر عبدالرحمن در یک حالتی است که باید با پیش حرکت کنه نه که اگر ایجاش بجنب با کشته میشه نه که او با کمک مردم تاجیک نگاه نه که مردم تاجیک هم خیلی خیلی که یا شیر حیوان میقپه یا گاو میخره و دیگریش نگاه کنن ما هم خیلی نگاه داریم که برادر عبدالرحمن بخره و دیگریمون بخره هم خیلی یک شیر خیلی که یک گاو یا برادر یا کیسه را نخل کرد که گرختی گاو امرش همش خورد انا هم خیلی خورده است ما نگاه داریم که خیلی همون را میخره و برادر عبدالرحمن فقط نوبتی ماشه پگه نوبتی نشود ما نمیدونم درباره چی بگم اوکی این پرابلمای او بین حد بسیاره روز اوجه میخواد نگلی بعد کما چیکارش فورا میکنه میفهمی وقتی اگر رحمان خلق توجیه بفهمید رحمان اگر در فکر ما خلق بود ما وقتی صدور اویلا باشم فکر میکنم که چه خیلی اویلا ما از عذاب برورم همین برادر از همه بسیارتر در تاجیکستان غریبا از اویمنه که رحمانوف در یک برنامهش وعده دروغ نداد که ما حال یک کار میکنیم که تو اینکه غریبا ای وطن گشته بیان همین وعده دروغ داشت نداد در ما تو چند زیاد شده است غریبی
بله برای چی زمین در خیتای دامو аренда дод یک کوهسار در خیتای چی در کارای اوجا کولی تیلو ما داریم او کولی تیلو را میبره سو میکنه و پلامینه میگیرن بچه‌هاش 500,000 ماشین میخرن 300,000 اسب کولی تیلو در خیتای بگین چی در کارای یک کوه در خیتای چی در کارای اوجا برای کولی تیلو یگون ثروت‌های زیر زمینی ما داریم درست است من یگون گپ خطا گفته باشم من جوانی هستم که حالا برای چی اینها به بدخشان لشکر کشیدنی هستند با بدخشان برای که با مردم بدخشان ما همین قشنگ فهمیم که مردم بدخشان چم دیگر منطقه ها چم دیگر رژیون های تاجیکستان مردم گاب میزنن در اونجا چندین کنهای کندنی های فایده‌ناک را علکه فروختگی هستند دادگی هستند زمین هایش را دادگی هستند انا برای همین اینها میخواهند که اول مردم بدخشان را سرکوب کنند صدا میبرداشتگیش را اول لیکویدی را وقت کنند بعد همه را در اختیار خوجگانشون بدهند اگر همین نباشد با چی مشکلی داری با این مردم همین نباشد اگر خیانت به مردم نباشد با این مردم سربلند چی مشکلی داری به گپت گوش نمیکند باید در یک جامعه دموکراتی به گپ گوش نمیکرده که هایم باشد به سیاستت راضی نیست باید در جامعه دموکراتی نفرانی هم وجود داشته که باشند که به سیاستت راضی نیستند از سیاستت ناراضی هستند سیاستت رو نادرست بگویند نه همه به سیاست تو راضی است در یک جامعه دموکراتی همین خیلی انسان ها وجود نداشته که باشند این چی جامعه دموکراتی است این از سبب در چی هست که در قزاقستان هر هفته یک از 10 کس 15 کس ما میکشن لشکرش در اونجا نیست تو گیزه ارمیش در درون بدخشان که میروا گریجانینوی خچ میکشه شهروندای خچ میکشه قزاق میکشه میروا دستور پیش بانگنا سرخا میکنن کاپو میزنن چون هیچ نمیگن در لشکر نه برای اون سبب قرغیزها نو ما راست نمیفهم چون بخشش میپرسد سبب نمیکن من اون چی با که نمیره در اونجا ارمیش نه میره در درون وطنی خودش چیزه ایو پراو قزاق سبب بله همین رو فهمیدن خیلی مشکل است با وجود اینها نمی برآمدن هر گپ رو به مردم شرح نمی دادند بالا پروازی رو بینید انا همین رو چی با که رئیس کمیته تلویزیون و رادیو سابق وزیر معارف نوریدی سعید در نشست مطبوعاتیش برآمده گفت که ما هر گپ رو برآمده گفتن نمیگیریم شرح دادن نمیگیریم به همه حتی وظیفت همه گپ رو برآمده شرح دادن نباشد همه چیز برای شما سکرت باشد گوید که ما جامعه دموکراتی نه ما گوش کسم جامعه زندانبانی میسازیم و این تاجیکستان را ما زندان میدونیم و همه تاجیکستانیان را زندانی های خود در زندان که حقوقهای انسان محدود هست و ما همین رو میخواهیم مثلا اگر یک زندانی میتواند دسترسی به مطبوعات نداشتگی باشد حق آوازدهی در انتخابات نداشتگی باشد و چقدر از حقوقهایش محدود است در کوچه ها آزادانه گشت و گذار نکند باید زندگیش در پشت پنجره باشد دو سه قلف انداخته شده باشد آزاد گپ نزند و هر گونه گپ زدن به او اجازه نیست و هکذاها همین داخل پشت پنجره بره چی در تاجیکستان نگاه داره چی فرق دارد وقتی که شما نمیخواهید به مردم گزارش دید که چه حادثه روی داده ایستاده است چرا با بدخشان لشکر کشیده ایستادید اگر گزارش داده نتوانید شرح داده نتوانید به مردم روشنی انداخته نتوانید این همه اگریسی شما و این همه قهر و غضب شما نسبت ملت برای چی است حالا برادر عزیز همینجا در خط مونید در صحبت یک نفر یک دو پیگا گو ما پای کار میشم وقتم کمتر است بخشش مایلش برادر زودتر چون که ما برادر باباجان قایمزاد را خواهش کرده بودیم وارد شوند چون که ایشان هم خیلی وقت کم دارند بفرمایید برادر زودتر 3 مینوت دیگه گپ زنم
تمام یک همین مورد من دیگه خیلی بتونم وطن ما دوست بدارم در حالی که امیر قصه من نقل کردم در خونه گشنه بودیم نگی اومدن سوی ما را بردن خیلی وطن ما دوست دارم ما توریستان خیلی در وطن ما دوست دارم که در خود نداریم تا که از خود اینجا کاری کنیم که بریم نالوگ میسپاریم سوئد میسپاریم سوئدی که خیلی مسوس کنیم میسپاریم در اونجا واقعا در خود نمون نولای راست خود نیروی میلیونه خیلی را میکنم بعد ازبکستان امو پرزیدنت پیشنهاد کی بود کریم کینامیکی اسلام کریمов چی با که ازبک‌ها را تونیست ترسونده برای که اسلام دورشون کرد برای که حال ما قطعی ازبک‌ها 2-3 سال کار کردیم 90% اسلام دوره اسلام دورشون کرد دایوسشون کرد و سیاستشون را تونیست همین رحمان برای همین مدرسه ها را بساز برای همین مسجد ها را بساز که مردم وقتی دایوس شد با همه کار سرخم میکنه برای همین رحمان ما فکر میکنیم که همین مسجد ها را بساز همین مدرسه ها را که مردم اسلام که دور شد دایوس کشید بعد این مردم رو میتوان پراکنده کرد این مردم رو میتوان سرخم کرد این مردم رو میتوان زبون کوتاه کرد چون که غرور دینیش رو غرور مسلمانش رو غرور ملیش رو که کشتی کنیشنه وقتی مردک ایمان نداشته باشه ناموس نداره وقتی ناموس نداشته باشه بله تشکر زیاد برادر عزیز سلامت باشید تشکر زیاد بابا جان قیومزاد بفرمایید خوش آمدید به برنامه که و تشکر به شما که دعوت ما رو پذیرفتید زنده باشید بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت شما شوکت جان عزیز و دیگر بینندگان محترم و امیدوارم که شما خوب باشید مردم سربلند تاجیک همه سلامت باشند و مردم بدخشان عزیز رو خداوند حفظ کند شوکت جان راستی وقتی من همون نوار اول شما رو شنیدم بعد صحبت‌های بعدی رو ندیدم راستی گوش نکردم ولی نواری که شما گذاشتید از صحبت محمد باقر واقعا من رو به یاد یک قصه انداخت همین میگم یک مرد یک خروس داشته است و این خروس هر سحر هنگام نماز بامداد با صدای بلند فریاد میکند و این مرد یک روز می رود و به خروس میگوید که از این به بعد باید تو اصلا فریاد نکنی صدا نبراری که خوابی مرا خللدار میکنی باید هر سحر به جای این داد و فریاد باید آرام بگیری بخوابی خلاصه خروس اگر فریاد کنی میگه میکشم تو را من خروس قبول میکنه دیگر از این به بعد از فریاد کردن میماند و ساکت میشود هر روز همین خیل چند وقت میگذرد باز این صاحب خروس میآید میگه که از این به بعد تو باید مثل ماکیان ها آواز براری خود کنی به گفتی تاجیکی اگر کرده گوییم مثل ماکیان باید خود کرده گردی خب خروس بازم قبول میکند و مثل ماکیان ها صدا برآورده میگردد در میان دیگر ماکیان ها و دیگر مرغ ها و چند وقتی میگذرد باز این صاحب خروس باز به اصطلاح قانع نمیشود و میآید میگه که تو کافی نیست که مثل در این بین ماکیان ها بگردی مثل اونها سر و صدا کرده و ولی تخم نگذاری تو باید از این به بعد تخم بگذاری حتما وقتی که این طلب رو میکند صاحبش از خروس میگه که وای به حال من که از همون روز اول از خروس بودنم دست کشیدم و از صدای مردی دست کشیدم بله از صدای مردانگیم دست کشیدم و امروز تا از من میخواهی که تخم بگذارم که من خوب این دیگر نمیشود و طبیعی است که میکشد اون را یعنی شما این فکر کنید که محمد باقر واقعا هم از اول همین چیز درک کرد و مثل اون خروس نامرد نشد در همون اول حتی گفت که من هیچ منصبی رو نمیپذیرم ولی در کناری مردمم میباشم بله و این واقعا هم اگر نگاه کنیم خیلی های دیگر تقدیری اگر نگاه کنیم خیلی از شخصیت هایی که در زمان های گذشته مثلا شاید جایگاه داشتند و مقام داشتند و یک منصب داشتند و مثل همین خروس شدن و وقتی که از اونها خواسته شد که تخم بگذارن بعضیش حتی تخم هم گذاشتند و کشته شدند از دست همین رژیم یا به زندان رفتند از دست همین رژیم
ولی محمد باقر واقعا انا همون جسارت و مردانگی خودش از دست نداد و واقعا همین صحبت رو وقتی گوش کردم همین قصه به یادم اومد که محمد باقر خیلی خوب فکر کرده است که اگر در همون ابتدا از این به اصطلاح موقع خودش عقیب می نشست تقدیرش مثل همون خروس میشه. بعداً امروز از اون می‌خواستن که میکردن تخم گذارد. بله الان از او طلب میکردن که تخم گذارد، ولی حالا محمد باقر همچون یک مرد در موقع خودش هست و میماند و مانده است و امروز به یک شخصیت، به یک قهرمان تبدیل شده است در تاجیکستان و این واقعیت است که مردم باید اینو درک کنند. این یک چیزی ساده نیست واقعا. اگر مردم ما به این قضیه ها درست نگاه کنن شاید شخصیت های مثل محمد باقر در دیگر منطقه های تاجیکستان هم بودن، کم نبودن، ولی مثل محمد باقر موقع خودشون حفظ کردن نتوانستن، مردانه از اون موقع خودشون دفاع نکردن و در آخر رفتند یا به زندان یا به یک شکل کشته شدند و در جامعه و جایگاه خودشون حفظ کردند و نه جان و منصب و مقام خودشون حفظ کردند. ولی امروز محمد باقر کمترین چیزی که برای خودش حفظ کرده است مردانگی و اسمش است، ولی امروز او قهرمان شده است. بله. برای مردم به یک قهرمان تبدیل شد و همین است که واقعا هم ما باید در این شب و روز در کنار محمد باقر باشیم، در کنار مردم بدخشان باشیم و این این قضیه مردم بدخشان نیست. اگر ما واقعا همین درست نگاه کنیم، مسئله بدخشان تنها نیست، مسئله تاجیکستان است. مسئله این است که ما باید کعبه امید بدل شده است بدخشان امروز برای تمام تاجیکستان و نباید این از بین برود و اینا باید حفظ کرد و اگر ما بتونیم اینا حفظ کرده تاجیکستان واقعا هم اون شعله امیدی که از آزادی باقی مونده است در اونجا باقی میموند و این طبیعی است. ما نباید ناامید شویم، ولی یک واقعیت های دیگر هم باید در بر بگیریم، در نظر بگیریم. البته این چی واقعیت؟ ما برای مردم یک چیزهایی را نگاه کنید. امروز شاعر محمد جان رو زندانی میکنن به خاطر این است که توجه رو به این طرف بیارن و این ذهنها رو پریشان کنن. شاید در همین شب روز باز یک چیزای دیگر هم بکنن. شما میدونید که در قضیه همین جنگ اخیری که در مرز بود با قرقیزستان، اینها چی گذشت ها کردن؟ این همش پشت پرده ماند. چرا قرقیزها از موقع قدرت گپ زدن و گفتن که بعد از اونه که ما این کار رو کردیم تاجیکستان ادب شد و اینا رئیس اون رئیس امنیت قرقیزستان آشکارا این حرف رو به مردم گفت در رسانه. ولی از طرف تاجیکستان کسی چیزی گفت در این قضیه مرز؟ کسی به مردم کمترین گزارش داد؟ نه. اینها فقط کارشون همین است. اینها مردم رو اصلا آدم حساب نمیکنن. برای اینها مردم ارزش ندارد. برای اینها هیچ یک مقدسات وجود ندارد. شما ببینید وقتی که قضیه مادر این عبدالرحمن بلاگر تاجیک با وجود آمد، همین قدر مردم طلب کردن، هیچ کس هیچ چیز نمیگوید، کسی جواب نمیدهد. در تاجیکستان پیش از این که یک نفر را شما جنایتکار اعلام کنید و اون را بازداشت کنید، اون باید که شما اول تفهیم کنید و اون نمیدونم دعوتنامه روان کنید. باید این چی است که یک نفر برای گرفتن تلفن با فریب نیرنگ، آیا کجای این ارزش است؟ کجای این قانون محوری است؟ آیا این جنایت نیست؟ واقعا نگاه کنید. یک نفر رو با فریب میگویند که بیا تلفنت رو بگیر و همونجا بازداشت میشود. آیا این جنایت نیست؟ چرا این جنایت برای مردم جواب نمیتین؟ برای این جنایت چرا در نزد مردم نمیان بگن که این جنایت کی صادر کرد؟ کدام
جنایتکاری نمیدونم نظامی پوش بود که با فریب یک انسان رو، یک زن رو، یک مادر رو آورد و رو بازداشت کرد بدون یگان مطرح کردن اتهامی، بدون چیزی. چرا به او تا حال اجازت داشتن ادوکات و دیگر نمیدهند؟ چرا به این قانون شکنی ها کسی از اونها طلب نمیکنه و کسی جواب نمیگوید، بلکه برای قانون شکنان اونها پاداش میدهند؟ این مصیبتی ملی است، مصیبتی تنها یک شخص یا یک منطقه یا یک گروه نیست. عیناً همین قضیه رو شما نگاه کنید در بدخشان، در قضیه گلبدین هم یک گروه مینوند اصلا برای این که یک نفر را شما دعوت کنید راههای قانونی وجود دارد، باید شما با او دعوتنامه بدهید، باید برید با اون صحبت کنید، باید راههای قانونی را باید شما به جا بیارید، تمام اون را انجام دهید. یک. دوما در تمام دنیا وقتی اگر یک مثلا یک نفر تبهکار هم باشد حتی از طرف پلیس به قتل میرسد، حتما اون تحقیق میشود چرا پرونده شد، چرا کشته شد. ولی در قضیه گلبدین چرا کسی نمیپرسد؟ چرا نمیرن ببینن؟ تهمت میزنن که او گویا عراق داشته است، در حالی که این تهمت است، این تقریبا همه ملت میدونند. و چرا کسی در نزد مردم جواب نمیدهد؟ و این حق مردم تاجیک و مردم بدخشان به خصوص هست که طلب کنند که جنایتکاری که چنین جنایتی وحشتناک رو صادر کرده است باید در نزد قانون جواب بدهد. و مردم بدخشان هم همین طلب کرد، از این بیشتر چیزی نخواست. ولی چرا به این خواسته مردم اصلا اهمیت نمیدهند؟ گویا که چنین خواسته ها رو نمیشنوند، بلکه به اون جنایتکارهای نظامی پوشه که میروند در اون رو جنایت صادر میکنند مقام میدهند، منصب میدهند و مکافات میدهند. این کجای این قانون محوری است؟ کجای این حکومت داری است؟ کجای این حکمت است؟ واقعا این حکومت به حکمت با این چیزهایی که دارد تیشه بر ریشه ملت و دولت و کشور زده ایستاده است. بله. این مصیبتی هست که ما امروز ملت رو این حکومت به حکمت گرفتار این کرده است. واقعا هم شما یک نکته دیگر رو هم توجه کنید که چند وقت پیش یک گروه از مردم اون چیزای فرانت خلقی از کلاب رو برآوردن، به نمایش گذاشتن که گویا اونها در مقابل بدخشان آماده هستند. آیا این فتنه، این محلگرایی و این نزاع محلی و محلگرایی انداختن نیست؟ آیا این آدمی که این نوا رو نشر کرد چرا به جوابگری کشیده نمی شود که محل رو تحقیر دارند؟ یک مردم یک محل رو در مقابل محل دیگر گذاشته ایستاده. اکی با وجود وقت داشته باشید همین نوار رو مونیم یک بار مردم گوش کنند بعد صحبتتون رو دوام دهید. چشم باشد. یک 5 دقیقه دیگر میشه. اگر یاس خانه ده مردم بدخشان ده یک اینا میشه بچه کلوب گفتانیم ده همه بیسود شورت پشتی همه یک چوستا جنایت کار همه آدم میگی همه امروز یک جامعه تیج رو میبوره امروز بایی درجه آورده رسونده باید مردم بدخشان باید پشیوره نگیرن در ولایت قانون باشن، باید که این آدم ها نزد قانون را جواب بدن. یکی اگر پای این مردم باید فراموش نکنن. مثال ما خلق کلوب هیچی نداشته ما تاجیکستان را آرام کردیم. ما مثال گپ بزنیم ما ترسوندنی نیستیم. برای ولایت قانون، برای که باید همین قانون تنجی باشه، آرامی باشه، عسکرای پیاده‌گرد جناب عالی در کلوب شهر در تاجیکستان در شهر کلوب مهم این راهبری استاد رستم نبی قدی ما هم وقت تیاریم که هنوز وقتی که دولت حکومت ما را دعوت میکنه ما تیاریم. بفرمایید. ببینید این واقعا آیا این دعوت به محلگرایی و نزاع ملی نیست؟ نزاع محلی نیست؟ آیا این کار جنایت نیست؟ چرا مردم بدخشان آیا ضد کلاب چیزی گفته است؟
مردم بدخشان زید یگان محل دیگر چیزی گفته است. مردم بدخشان حق خودش طلب دارد تمام. ولی اینها واقعا هم این حکومت به حکمت واقعا با این عملهایی که میکند جنگ شهروندی آینده رو طرحریزی میکند. این مصیبت است. این رو مردم باید درک کنند. من البته یک چیز دیگر رو هم باید بگویم که این شخصی که خودش در اینجا صحبت میکند ابراهیم اسماعیل این کی است اصلا؟ این یک شخصی است که خودش پسری خودش پرانده است و تو امروز آزاد میگردد و به جوابگری هم کشیده نشده است. این همون آدم است و مردم کلاب دیگر با چنین ها اصلا سر و کار ندارند. دیگر مردم کلاب مردمی سالهای 90 نیست که مسائل رو درست درک نکند. این ما باید درک کنیم و من مطمئنم که مردم کلاب درک میکند که با چنین تفریقه ها و اغواها داده نمی شود و دیگر با چنین بازی ها وارد نمی شود مردم کلاب. من به این مطمئنم و مردم بدخشان هم باید درک کنند که اون کسی که در اینجا گپ میزند خودش شخصی هست که واقعا هم پسری خودش پرانده است و تا امروز در نزد قانون جواب نگفته است و یکی از واقعا این می شود جنایتکار گفت، چون که جنایتش آشکار است. بله. حالا اکای بابا جان، من از شما یک چیز پرسیدنی هستم. چرا این روزهای اخیر اگریسی همین نبضی اگریسی مقامات یا که همین خود رژیم اینقدر بلند شده است؟ چرا چنین باشد؟ ببینید وقتی که در کشور مشکلات زیاد است، شما یک بار تصور کنید که مردم واقعا همه از دست یک عائله به داد آمده است. تمام جو در اختیار یک عائله است و حتی که چند پیش شما هم شاید شنیده باشید انکدوت های هم در این باره صدا میداد درباره همین یک عائله که میروند اینجاش از کی است؟ از حسن. این ساختمان از کی است؟ از آزاده. و یش از کی است؟ از رستم. و یش بعد رحمانوف در راه میراد میخین میگن یعنی همه را ما کردیم، این مردم هیچ کار نمیکنن کو، ما همه را ما آباد کردیم کو. یعنی به این حد به مسخره تبدیل شدگی هستند. یا اینکه میرن یک مردم سوخت یک انکدوت دیگر برآورده بودن که میرن این که این از حسن، میرن اوناش که اینش از کی، اینش از حسن، اوناش از که بعد گفتن خیریت حسینش نبوده است ده. و همین تا همین درجه مردم رسوندن. اینو واقعا مردم از دست اینو به داد اومده است. از یک طرف، از طرف دیگر وضعیت اقتصادی کشور هم در این بحران ها واقعا مشکل است، رو به پایین است. همه مردم اینو درک میکنند. مردم از مهاجرت خسته شده است، مردم از بیکاری خسته شده است، مردم از شما یک بار فکر کنید چقدر خودکشی در تاجیکستان زیاد شده است. همش از دست همین فشارهای اقتصادی، فشارهای روانی، مهاجرت، از همینا است. و این حکومت این فشارها بالاش زیاد شده است، میخواهد که از این فشارها که راه حل برای اینها نمی، فسادی که در کشور وجود دارد، معارف وجود ندارد، طب تقریبا از بین رفته است از زیر ساختارهای اصلی طب و همه میدونند که معلم ها به مهاجرت رفته شدند. در تقریبا دیگر ما در تاجیکستان در ساحه معارف کادرهای متخصص خیلی کم مانده است و تقریبا اینها مشکلات بزرگی هستند که حکومت برای فرار از اینها میخواهد چیکار کند؟ میخواهد همین به اصطلاح قضیه های دیگر را دامن بزند، وضعیت را ناآرام نشان بدهد و در همین حالت مردم در حالت ترس، رعب، وحشت اداره کند و عمر حکومتش را میخواهد با همین راه درازتر کند. ولی این راه واقعا راه عاقلانه نیست و راه سالم نیست. یک نیروی سالم هیچ وقت با این راه پیش نمی رود. ولی متاسفانه ما امروز با چنین یک حکومت به حکمت سر و کار داریم و میبینیم که ملت ما گرفتار یک چنین بخیردان و حکومت به حکمتشون شده است. متاسفانه. سلامت باشید شوکت جان. نباشید. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر عزیز. فتح الدین عثمان زاده بفرمایید. تشکر که در برنامه شرکت میکنید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام علیکم آقای شوکت. صدای من داره؟
صداتون هست، بله بفرمایید برادر. تشکر زیاد، سپاس و شکرگزاری از شما برادر شوکت جان و تمام حتی که این کامرا به داماد دای سدید و زحمت‌های شبانه روزی زیاد تشکر سدید. شما واقعا اگر کم سر دیگر صبر میکردم که یعنی اگه بابا جان وارد میشدن شاید که دیگه حاجت نمیشد به وارد شدن من، چون اون نقطه ها بعضی نقطه‌ای که میخواستم ذکر کنم خیلی خوب قید کردن اگه بابا جان. تشکر که خیلی من اکثرا جانبدار این نقطه ها یا که مسئله که اگه بابا جان عرض داشتن جانبدار هستم و طرفدار هستم و یک دو نقطه دیگر را متناسباً میخوام ابراز بدارم. واقعا خیلی دردناک است این شب و روزها که در برابر مشکلات زیادی در جامعه ما طول این قریب 10-15 سال اخیر بخصوص مشکلات مبرمی که ما در این روبرو هستیم و مردم با روبرو هستند. ولی متاسفانه این حکومت کارناشایان فلج اینها را به اینابت به نظر نگرفته باز مشکلات را دوچند و بیشتر و وخیم‌تر میکند بالای مردم و بخصوص بالای منطقه بدخشان ما که این شبانه روزی مردم در این هوای سرد و برف و باران از ترس و هراس از خوفی که هر لحظه بالاشون هر هجوم و هر قتل و کشتاری صورت بگیرد در بیرون در کوچه ها نوبتدار هستند و دیگر خواب و خیال از چشم اونها پریده است. من راستی به دو نقطه از همین پیام کماندان محمد باقر میخواهم اشاره بکنم، چون واقعا این پیام من گوش کردم، واقعا ترجمه شده خوندم چون زبانی بدخشی را بلد نیستم. واقعا خیلی یک پیامی واقعا تکان دهنده بود برای من، پیامی که از مطلب باقر رسید. فقط من دو نقطه‌شو میخوام عرض کنم، چون اگر این پیام در دیگر کشورها بود حداقل یک کشور رو یک حکومت رو برهم میداد، حکومت نو حکومت جدید سر قدرت می اومد. همین پیامی که محمد باقر مقصد نشد. یک نقطه این که نقطه‌ای که اون که وزیر داخله یا که مقامات‌های قدرتی برای محمد باقر پیشنهاد معامله یا پیشنهاد همکاری کردن که 6 نفر رو اون بسپارد به مقامات و اون با یک جریمه با یک چیز طبق این معلومات‌ها یا که خبرهایی که نشر شد 6 نفر از همون بگیم نفرانی که در اون بگیم تظاهراتی که برای جزا دادن جنایتکاران مردم قیام کرده بودن در اونجا کمی فعال بودن، از این محمد باقر طلب کردن که اونها را بسپارد. جواب این خیلی جواب جسورانه و دلیرانه و جواب دقیقی بود که واقعا کم کسان به این شکل این چیز رو درک میکنن و میفهمن، چون در دیگر منطقه این کارها حداقل صورت گرفتگی هست به این شکل یا به شکل دیگر صورت گرفتگی است. جواب این بود که من هیچ وقت خیانت نمیکنم به مردم خودم، به منطقه خودم و هر کاری که میکنید هر چیزی که میکنید من خودم را حتی فدا میکنم، ولی کسی را من آماده نیستم که به شما بسپارم و شما اون را به جای من گرفته جزا بدهید. یعنی شما ببینید که این کمال یک جسارت و غیرت و متانت و حفظ کردن امانت راهبری یا که لیدری یک شخصیت می رود که آماده نیست یک نفر را به جای خودش که خودش امکان دارد، چون اون یک نفر اگر بدهد خودش میتوند که باز بیزید باز یک کارهای انجام بتیند برای مردمش، ولی برای یک نفر هم آماده نیست که اون را به جای خودش بدهد و اون را مجازات کنه یا که اون را وکنه. و همینجا یک نزدیکی دارد همین نقطه، شاید که در اینجا من امیر عرض کنم، چون این حکومت یگان با یگان وعده و با یگان چیزش وفا کردگی نیست و این را اگر بالفرض بگویم که اگر راضی میشد محمد باقر یا کسی دیگر در جای محمد باقر، من 100% باوری دارم اون دیگر راضی نیست به این کار، ولی اگر همین کار یک نفر دیگر اگر راضی میشد
شما تصور کنید که عاقبت‌های همین کار چی میشه. شاید که اون 6 نفر فعال یا اون 6 نفری که درخواست دارد حکومت بگیره، این سر و صدا یا این حالت تا یک 6 ماه تا یک مدت باز خاموش بشینن، در آینده بعد اون نفری که در کار است باز سرش باز یک بلای دیگر میارن میگیرن. ولی با همین فکر و با این چیزها توجه کرده جواب خیلی دقیق گردوندن که من آماده نیستم یگان نفر را به جای خودم بسپارم، من خودم اگر که هر کاری که باشد با من بکنید با دیگران نکنید. نکته دیگری که خیلی برای من تکان دهنده بود از همین پیام محمد باقر این بود که درباره شخصیتی همین رئیس ولایت نو تعیین شده در ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده، علیشیر میرزانباتوف، اون خیلی خوب ذکر کردن در همون پیامشون که این چی نفر بود و چی کارها انجام میداد در وقتی خدمت و در وقتی اون حتی زیردست محمد باقر بود است. این نفر زیردست محمد باقر بود است و در اون هنگام چی جنایت‌های او انجام دادگی هست، حتی این محمد باقر اون مقصد از وظیفه سبکدوش کرده است یا اینکه راند است بخوره چون که ذکر کرد. یعنی یک نفر جنایتکار شما ببینید که تو چی درجات تو چی سطح آماده رسیدگی است. یعنی محمد باقر با وظیفه و با کار خودش صداقت کرده، خیانت نکرده، کار و وظیفه خود رو در نزد وطن و ملت صادقانه انجام داده است. یک جنایتکار رو از وظیفه سبکدوش کرده است و از اونجا پیش کرده است. ولی این حکومت نگاه کنید که چگونه نفرها را این آورده به چی سطح و به چی جایها میرساند که الان همین یک نفر جنایتکار که این در اون سالها یک چند ساله که همراه محمد باقر بوده است اون چند جنایت رو محمد باقر ذکر کردن. شما تصور کنید از اون زمان تا این دم این چی جنایت‌های دیگری صادر نکرده باشد که با معاونت اولی رئیس کمیته امنیت ملی آمده رسیده است. الان همین جنایتکار آورده سر مردم بدخشان رئیس موندن. شما تصور کنید که یک جنایتکار آوردن مونده، جنایتکار دیگر چیکار باید کند؟ باید همون جنایتکار انجام بده. این معنی دیگر این کار همین است که این حکومت همین بخصوص وزارت و کارخانه‌های قدرتی رو همین گونه جنایتکاران رو میارد سر این کار که با مردم همین گونه با خشونت با بی‌رحمی رفتار کنند. یعنی زد نماستشون زدگی چرکین هستند، زبان کوتاه هستند، یگون نه گفته مانند دلشون روی دست گرفته می شود. بله این یک طرف مسئله است. طرف دیگر خود همین حکومت همین گونه آدم رو میخواهد. حکومت همین رژیم رحمانوف خودش دیگه معلوم است که با چی راه سر قدرت اومده است. تا کنون با چی راه ها این حکومت رو پیش برده شده است، با راه قتل و کشتار و وحشانیت. دیگه طبیعی است که از همین میتوان خلاصه کرد که اکثریت مقامداران اکثریت همانه در کل، ولی اکثریت اون جایهایی که در کار است که بالای مردم فشار و تضییق و قتل و کشتار بیارن همین گونه جنایتکارا را سر کار میارن. خب از این چی ما میتوانیم خلاصه کنیم؟ من اینجا مراجعه میام که صحبتم با مردم تاجیکستان هست در عموم در کل که مردم ما باید در همین موضع یا همین نقطه بدخشان ما باید همگی سر هم دور هم جمع بیایم، یک همدلی و همبستگی کنیم با این مردم بدخشان. چون که اگر مردم بدخشان رو منطقه بدخشان رو شکستن و مطیع کردن یا که نه خدای نکنه خدای نخواسته این کار صورت نگیرد برای مردم این منطقه، چون دیگر منطقه ما میدونیم که چی حال و وضعیت است در اونجا، اکثرا رو به هجرت آوردگی هستند. دیگر اون نفرایی که کمتر میخوان آزادتر زندگی کنن دیگر هیچ سر و صدایی نمیتونن بلند کنن در مقابل این حکومت. با همین خاطر ما باید همدلی و همبستگی با مردم بدخشان باشیم، یک جای در متحد شیم و کار کنیم که این قتل و کشتار این وحشانیت این رژیم رو ما سد راه شویم. و نکته اخیرا در بابت همین مادری که بازداشت شده است شاهده محمد جانور میخوام یک کوتاهک ابراز اندیشه کنم و همین خاطر وقت شما رو دیگر نگیرم. شما ببینید واقعا آقای بابا جان خیلی خوب قید کردن این مسئله رو. یک نفر
یک حکومت یک رژیم شما ببینید که یک شهروند رو به یگان آگاهی به یگان چیز دعوت میکند بیا تو مثلا تلفنت رو بگیر، این وحشونیت از این دیگر بیشتر نمیشود که مادر درستی خیر مردها و دیگر بچه ها باشن بودن و کردستن این کارا رو برای اونها اون یک چی بگم خب دیگه مرد است بچه است مثلا یک تحمل یک چیزی داره، ولی زن مادر دیگه برادران خواهران گرامی شما بیاید دیگه همین یک خط قرمز ما برای خودمون قائل شیم دیگه باید این طول 30 سال میشود یگان خط قرمز موندگی نیست که این حکومت اون عبور کردگی نباشه دیگه چی کدام خط میتواند که برای ما قرمز باشد که ما همونجا خیزیم بیایم این حکومت رو با این وحشونیت این حکومت بگیم که استاپ یا که بس دیگر اینجا خط قرمز است برای ما دیگه اینجا از اینجا گذشتن شما دیگه امکانیت ندارد ما دیگه با بالای ما باید بگذارید از این خط شما عبور کنید مادر چی بود دیگه فردا میتواند مادر من باشد در همین حالت مادر یک کسی دیگه تمام تاجیکستانیان باشد همین حالت باشه از این گفتگو سوز از توان نیست. بله به همین خاطر ما باید مخصوص از مادران تاجیک در تمام دنیا در سراسر جهان مخصوص اونهایی که در خارج هستن امکانیت دارن باید همدلی و صداشون بلند کردن برای این مادری که طول 6-7 روز میشه از اون هیچ درک نیست تنها با یک خبرهای بردروغ که اونم با بعضی تهمت ها هیچ اساس ندارن من 100% باوری دارم اون پسر است پسری اون چیکار کرده است نکرده فرزندی اون بالغ است اون دیگر جوابگوی جنایت ها چیکار اگر بالفرض هم کرده باشد اون خودش از جوابگو ولی یک مادر رو شما این دیگر خط قرمز باید برای ما باشد که دیگر نخود و این وحشونیت تو این دم که در چی حالت در چی شرایط در چی وضعیت اون قرار داره در این طول یک هفته می شود از اون خبر درکی نیست. تشکر زیاد. دیگه تشکر زیاد حقیقت شوقت جان نباشید. که کمتر وقت رو بیشتر گرفتیم. بسیار تحلیل جالب بود. در هوای سرد میبینم از پشت شما. بله تشکر جان من راستی در کوچه بودم دیگه اون نگفتم خانه وارد میشن شاید برنامه خاموش شد یکی فرصت نشه دیگه من خواستم که یک فکر نظرمون رو بگم. تشکر زیاد در شرکت و شما برای کار موفق. الله نگهبانتان. حالا تماشابینان عزیز این برادر درباره بازداشت شاهده محمد جانو و مادر عبدالرحمن محمد جانو که بلاگر مشهور به عبدالرحمن نالده است صحبت کردم. یک نفر را اگر شما قانونی بازداشت کرده باشید از روی قانون پرونده جنایی باز کرده باشید اعلان جنایت کرده باشید شاید سر و صداها کمتر شوند و شاید به حرفای شما مردم باور کند رسانه ها و وسایط اخبار عموم باور کنند اما شما مناسبت میکنید جنایتکاری میکنید قانون شکنی میکنید که در هیچ کجای قانون نوشته نشده است طرز و رفتار شما با شهروند کامل حقوق تاجیکستان یک چنین ظالمانه وحشیانه قانون شکنانه و جنایتکارانه است که دیگه باور مردم از شما میماند اعتماد مردم از شما میماند مردم به شما دیگر اعتماد کرده نمیتواند و شما خودتان هستید که بین مردم و بین خودتان فاصله ایجاد میکنید ناباوری ایجاد میکنید یک نفر 6 روز یک نفر زنی خانم مشت پر 6 روز گم میشود شما اقلا نمیگویید که اون را بازداشت کرده اید بطن نمیگیرید خویشاوندانش اینجا به اینجا از این کوچه به این کوچه از این مقامات به این مقامات یک زن رو میکوبند در تاجیکستان به همین منتالیته تاجیکستان به عرف عادت مردم تاجیکستان آیا همین گم کردن یک زن 6 روز به کله میگنجد یا نمیگنجد تصوراتش رو کرده میتوانیم یا نه گم شدن یک زنک 6 روز شما مادر دارید یا نه همین مقام دارن همین زنهای شما رو دزدیدن کار مشکل است دخترهای شما رو دزدیدن کار مشکل است
اگر مردم رو تا بین آورده رسونید چی مشکلی داره همین زنهای شما رو دزدیدن 5 روز 6 روز نه 1 سال 2 سال بعد از یک تا دو تا دیگر بچه دار شدنش بعد میوبید همین کار مشکل است چی مشکلی داره همین فقط فرق اینجا است که شما بر رأس وحشیگری رفته رسیدگی هستید همین کار شما میتونید دیگران نمیتونن وای هزلک ها این کاری هزلک ها نفرهایی که کمپلکسی ضعف خودکامبینی در نزد زنها دارن به همین خودشون به همین کارهای پست و رذالت و وحشگی خودشون رو آرام میکنن که زورشون به زن میرسد نشون میدن که زورشون به زن میرسد در خانه اینها قربقن چور پولا کرده را میرن دست پیشی برن در خانهشون اینها را هفته ها زنهایشون نمیبیند فرزندانشون نمیبیند میگردن همین خیل کوچه به کوچه دیسکو کلوب به دیسکو کلوب در کجا بودی در خدمت دولت این فاحشه به فاحشه میگردن همین خیل خانم های خودشان را زن های خودشان را هفته و ماه نمیبینند در کجا بودی در کار در خدمت دولت یک اپراتسیون شد یک این خیل شد یک خیل شد گفته میگردن این شرمنده ها برای آن که از این دپرسی ها خودشان را نجات دهند به همین خیل وحشیگری ها دست میزنند حالا ببینید کامپیوتری مرا گران کن همایش در تاجیکستان برای حمایت از فعالان زن که از سوی طالبان بازداشت شدند این بمیرید از این روزتان شما زنی فعال نه یک زنی مشتیپر یک زنی قطاری را که یگان فعالیت سیاسی نداشت بازداشت کردید بردید محکمش کردید 6 روز یگان نام و نشانی است بعد از 6 روز تن میگیرید که بازداشت را شما کردید بندیت ها و با او جنایت به گردنش بر کردید او گروه 24 بوده است بچهش گروه 24 نبوده است زنش مادرش از گروه 24 می شود یک حرفش رو در یگان رسانه شنیدید در یگان جا دعوتش رو شنیدید 4 تا همسایه رو دعوت کردنش رو شنیدید اینها اول بازداشت میکنند بعد جنایت میکنند برای او بعد جنایت ایجاد میکنند کی همین شرمندگی رو بس میکنید بی فراست ها کی همین شرمندگی رو بس میکنید حالا میخواهید با همین هوشیاری مردم رو از بدخشان به این سو بیارید و کارتون رو در بدخشان بود کنید نه این با این مسئله شب و روز باز میگردیم با این مسئله و این مسئله کونه نمی شود بسرتون هستیم مسئله بدخشان هیچ کس ترک نمی کند خاطرتون جمع باشد حالا برنامه های زیاد وجود دارد معلومات های زیاد وجود دارد ما از پی بعضی کارها هستیم درست است تا حال حاضر از عهده‌اش نبرآمدیم اما از چی میگن از آخر تونل روشنی الکی دیده شده ایستاده است درست است تن میگیریم که تا همین حال حاضر یعنی نتوانستیم کوتاه کرده گوییم لیکن کار رفته ایستاده است همتون نمیماند یک نفر دیگر رو قبول میکنیم سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سوزن خوبه نکنید شوکت الحمدلله امیدوارم خودتان هم خوب باشید شکرانه الله هم خوب هم تنجی ستنیم با همی ظالم رحمان و خدازده همی کافر همون زنه که بیچوره چی گناه داره که همون زنه که قپیده برده محکم کرده گناهگار خواهی نه بچه او باشه او زن چی گناه داره
پدنالت کافی را که دیگه زورش به مردم خواهش نرسید میکنم به تحقیر برادر. زنکو و کامپیرو داده رسید سر کدای همین را گفتنیم خب سر بتام زنکا مادری که را عبدالرحمن نوله سر بتاخی بر پدری و چشم حالت پدنالت خره نه هنوز 2 روز 3 روز با نمی یک گروه دیگه با برای نمی آدمایی که ماشین پیدا شده با برای و همه خونگاه زنم در می تیک توک چاپلوسان این مردم افریب کدستیان که کارای خیلی و خیلی کاروچی مردم میگن بیو کجای کارای نمره را میتن میگن زنگ بزن فریب میکنن میگن قپل روی کنی پل روی میکنن تلفن را چور نکردستیان فهمیدی؟ چیز کردگی ما برای همو واقعی شوکت ما شما را میگم ولی یورا ما مسئله شدیده استیم خدا خواهد اگه همین را بو ما خواستنیم که در جگه نزنم زنگ زنم شما را تلفن را بردارین اکا که پگه میسو وقت میوین مرا بگین ما زنگ میزنم یگون سوید بتین که بو ما جدو چیزایی که هسته میگی کار دیده استیم خواهم را بو میگیم باید سوید بپرسیم که شما بو چی گپ چی سوید میتین انشالله یا دستگیر میشوانه برادر چون این موضوع نیست من دیدم شما چند نامه به من گسیل کردید توسط واتساپ من اونها را مطالعه کردم و در کوشش هستم که حتما با شما تماس بگیرم و به این مسئله روشنی اندازیم حتما در این باره صحبت میکنیم برادر عزیز من دیدم آزادی به برادران بدخشان آزادی به اون زنک آزادی به تمامی دمی زندانیایی که بگناه محکمش کردن و یگان گناه ندارن که لعنتی بگیرن و را محکم کنن بله به هیچ هم و را محکم کردگه سر توخیست چیکار میکنن و همون زنک باید دستش چی میگن نتونه بخیزه یک کار کنه بر پدر و نولد و زنک بشره نخود زنک محکم کنی درست استعفا تبرا دف شوخی سرامنو استعفا میتی سرامنو استعفا میتا سرامنو مردم اوزه با چند قدر مردم بیدار کرده و وقت من نمیخدم لیچ نه یا آدم میدونم یا اویله را میدونم همه گفتیم شه همه خیلی باور نمیکرد همه دین ما همو ویدیوی همو بچه عبدالرحمن روی کردن شه ولی ممکن زنگ بزنه گاو بزنه میگه در حقیقت راست بدای همه خیلی بدای مثال همه کافی را ما مثال دیگه فکر میکردم یک ماه 2 ماه شده همو را فهموندستیم 5 کسان ما پدیل کردم ولی چیزا ایسی را با گفتمشون همه روز بگرده گفتن نه میگه که هو در حقیقت 10 ویدیو 15 ویدیو هم خیلی اونو بابای دونه را رویش کردم چند ویدیو را رویش کردم بعد دید با باور کرد که در حقیقت خدا زده و کافران نمی خونی مردم خورده استیان همش یک خیلی یکش میروی میگه که ایش گناهگار نیست ایشای اوش گناهگار نیست ایشای مثال او یا تیا اویله اختر مثال چیز کردن نمیتونه و 10 میلیون آدم چه چیز کنه 10 میلیون آدم نمیتونه بروی 10 شای اتایکی میتونستگی ایهوده یعنی 10 میلیون آدم میبروندگی بروی در سری چیز بیسته نمیتونه 10 میلیون آدم گه میخره در اینجا بله تشکر باشم این خود دکای شاوکت آخی سرم ویران میشه همین خود دین فکر که همین آدمی که نتونه چیکار میکنه در سری وظیفه خیتای اونو سینگینجینای 1.5 میلیون آدم اونو چیز کرده استای کورو که بعدی تونسته استای کور میلیارد 1.5 میلیارد آدم اوی 10 میلیون آدم نتونه نوشیرگیش گازیچ آتش میگیرن دیگه همو وای کنین گفته دیگه داعش گپ نمیگیره وای کنین پرپوتات کنین گفته دیگه گاوز نمیدونه چی بگه وای چی در کره در میسری دولت ما همین روبر خیر روبر مود چی در کره کی بگازید گاوز زدن نتونه سواد نداشته باشه یا توی باشه کو ای رقصوی مثال چیز داد خوشرو رقص میکنه دیگه صحنه رو به هیچ کنه نمیتا خدا بزنه شد عرق $25,000 را خورده میتونه
خرواره هنگاز کده میتونه او بچه میگشه که رهوی ما را سوز نکردی میگه تو دروغ میگوی ای پدنالات همو گفت چه دروغ میگه که تو دکزات کرد که بایرق سرخ کتی من قبیدگی بدم تو با میگه که نه قتی با بیش بود ما باید ما سعی دروغ میگه با میگه ما پریپوتات کردم بله پدنالات بر وقت پریپوتات کردگی زنده باشید. خدا تشکر زیاد بزند برادر عزیز. حالا از بالای زنگ شما چندین زنگ آمده شده است، آنها را هم منتظر نکنیم و چندین نفر در استودیو پویده شدند. بعد حالا اول منصور را قبول میکنیم، باز به زنگ واتساپی برمیگردیم. منصور. با عرض ادب و احترام سلام برادر شوکت. و علیکم السلام. امیدوارم خوب و صحت باشید و سلام خود رو به بینندگان میرسونم. من همین یک برداشت میخوام، اگر فرصت باشد برادر التماس یک فرصت من صحبت کنم. یک برداشت یک آنالیز کردم، من دیدم نگاه کنید درست است برادر بابا جان قیومов به نهایت سخنان بهترین گفت. مغزی در کار است که این سخنان را ملاحظه کند. بهترین تحلیل های خوب، من حرف ندارم. ما در این چیز اومده نگاه کنیم که همین سیستم رحمانوف با دقت گوش کنید برادرو، مخصوصا همین قضیه ربوده شده را تشکیل میکند که مردم سرش گرم باشد. از قضیه دزدیدن شرافدین گدایف کرامت شریف زنده یاد بابای دونا همیو را یک رنگ سریال همی جابجا کرده استودن که اگر شما یک کم تا با دقت کنید این یک برنامه‌ای که همین خود ساخته شده است که برای همین بگیم سری مردم گیج کردن، همین از زانو بالا خیستن نمونده است. من یک گله دارم با این مردم شریف خودمون که من با عقیده شما برادر شوکت من 150% موافقم. من فکر نکنید که من یکم مثلا طعنه و ندامت میکنم برای شما. درست است برنامه ها خیلی زیاد شدن، خیلی چیز کردن، نه که نتیجه فقط بیننده زیاد شده است. لایک ما باید چیکار کنیم؟ باید ای مردم دیگه مرز گذشت، مرزا را گذشتن اینو. من یک سال پیش هم در برنامه شما برآمد کردم گفتم که درباره تحریم های خانواده امام علی بود، برادران شما در استودیو دعوت کرده بودین، همین عبدالرحمن بود، احمد کریم زاده بود و چند دوستای دیگه بودن. همونجا تحریم بس کنید، کارا بس کنید، طلب کردن یاد بگیرید، برگردید برای تاجیکستان. ما دیگه علاج نداریم، باور کنید یگان ما را از دوا نداریم. ما دیگه تا وقتی که خودمون نخیزیم محکم نبندیم کمرون رو، ما یگان دیگه دوا نداریم. این 4 تا بر اومده است کلوبی هایی که خشون کلوبی میگن، اینا کلوبی نیستن، اینا مرغوبی هستن. یک بود کنن اینو. همون توقیاشون هم از کدام دکانی ارنده گرفتن دستشون پوشوندن، نه که مردم دامی مردم تعجب میکنه که عصر 21 زمانی تکنولوژی همه جا دیده میشود. در یک دقیقه همین در تلفن بزن لبو اینفورماسیون را میگیری. برای چی ما ذهن ممکن شده است برای آزادی خودمون نمیخیزیم دیگه؟ ما را هیچ که نجات نمیده برادر. تا ما نخیزیم نریم قصر یعنی پرزیدنت استعفا طلب نکنیم، ما را یگان چیز دعوا نمیکنه، ما به یگان نتیجه نمیرسیم. رنگ همین سریال های ترکی شده گفتم. بازم تکرار میکنم که ما یگان حرفی بد معنی حرفی بد ندارم نسبت به شما. همین برنامه ها رنگ سریال شده است. آدم‌ها خودشون با همین برنامه تسلی میتن. های باور کنید هر ساعت صبح میخیزی فیسبوک باز میکنی یک خبری بد از تاجیکستان، یک خبر از روسیه، آیا تاجیکستان این چی روز است؟ چی زندگی هستی برای ما؟ برگردید همه از روسیه برگردید برای طلب کردن یاد بگیرید. ما دیگر راه نداریم به خدا. سلامت باشید برادر شوکت. من نوبت را دیگر من تشکر زیاد برادر. زنگ واتساپی قبول میکنی؟ الو
الو زنگ واتساپ هستید اینجا؟ سلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شوکت جان شما نازنین سلامتی ها. الحمدلله خودتون هم امیدوارم خوب باشید. الحمدلله. شوکت جان من همین فکر میکنم که همین گروه ها خاص در همون حکومت میسنج داده شدن که خلق خیلیتون همین ظلم آوردن همین زنکی بیچاره هم موضوع بیچاره هم گرفتن حبس کردن. این میسنج داده شده است که همین خیلی خلق خیلیتون کدام گروه هسته همین خیلی شداست. به فکرم این خلقی ما چیزچور بیناموسته برفتگی نمیتونید چون این سوچدگی پستاش خواب چیزی نمیدونم. من همین خیلی فکر با اونده. بعضی از همین گونه فکرها هم هستند که میگن یک گروه در تاجیکستان هستند در همین بدنه حکومت که با همین راه ها کوشش کرده ایستادند به مردم یک اشاره کنند که وقت خستنتان آمادگی است. با از ما چی اشاره خود شما انتظار هستید که بفهمید وقت خستن شده است؟ این خیلی فکرها هم هستند، شاید درست هم باشند، چون که یگان احمق این کاری که حالا در حکومت شده ایستاده است اگر مقصدش خیزاندن مردم نباشد این کار رو نمیکند. همه خیلی به فکر من همه خیلی فکر کردم. بعد همین بدخشان به برادرای بدخشان به همین بدخشان به خیلی که بعد جنگ 41-45 در روسیه شهرهای قهرمان دادن. همین بدخشان به عنوان قهرمان دادن در همین شهر به گورد گروه. بله. همین شهر خاروق یا ولایت قهرمان. شهر خاروق شهر قهرمان یا ولایت بدخشان ولایت قهرمان. بله. نمیخیر. و از مردمش هم محمد باقربرین ها قهرمان. بله. شاگردان شیرین شاه شاه تیمور. همین گفتی من همین بود. زنده باشید. تشکر زیاد برادر. پامیر بفرمایید. سلام علیکم که شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. خب شوکت من برای همون توقدارایی که از طرف از نام کولوب گپ زدن مامو یاد سخن میخوام بگم اگر اجازه شود. با همون خیلی آدما از طرف ونجم دین نکردن همین خیلی ابرشینه یا 5-6 کس برای همه میگم که ما را نترسونید. مردم بدخشان اگر میترسید از یگان کس و از یگان چی ما با همین روز نمی اومدیم. ما غلامی را یگان بار چی نمیکنیم، قبول نمیکنیم. ما از مردن هم یگان ترس نداریم. ما اگر بمریم ما شهید میشیم پیش الله برای که ما وطن خودمون محافظت میکنیم، مادر و خواهر خودمون محافظت میکنیم. بعد همین خیلی مردن هم برای ما فخر است. باور کنید. بعد شکستن پامیر که میگه پامیر یگان بار یگان کس نمیشکند. محمد باقر بهترین از بهترین ها است. لیکن اگر خدا نکند یگان گپ باور شود یا معنی امیر ندارد که تمام پامیر شکست. محمد باقر نپیر و نپسلیت نی. ما همین خیلی آدمو داشتیم و با میشوند و با میمونند. بدخشان بود و میموند. امیر بدانید. بعد برای میگم که ما را نترسونید. ما از همه نزدیک برای خلق پامیر یک خلق تاجیک است. ما یک خلق هستیم. لیکن همیشه کارون نکنید. التماس برای فکر بچه خودتا نکنید. فکر خانه های خودتا کنید. غلامی را که شما بدوش گرفتید این معنی اون ندارد که ما او را بگیریم. ما یک در همون کوه زندگی میکنیم. همون شیرچای ما میخوریم لیکن ما غلامی را بدوش نمیگیریم. امیرا بدانید منتالیته مردم پامیر دیگه است. یگان بار کسی که به پیش ما به خوشی می آید به سلام می آید ما چیزی که داریم به وی میتیم. لیکن کسی که به طرف ما به جنگ به سلاح آمد ما یک پامیری قطعی خود 30 تا میبریم. با میگویم که ما اگر شهید
کسی با سلاح رفت مردم را رزدرجت میکند. او رزدرجت میکند، میگن که ما بعد با مو مردن ما هم خودت فکر کن ما پیش الله میریم چی جواب میدیم. ما از حفظ وطن خود، از دفاع خانواده خود، لیکن شما که میایید شما بعد پیش الله میرید چی گپ میزنید؟ شما چی کار کردید؟ امیرا بدونید گفت همون پوتین ما بیش میرویم، لیکن شما بعد دوزخ هفتمین دوزخ میسوزید. با برادرها به خوبش میشود که خودمون همین تاجیکستان خودمون یا دولت خوب کنیم که بین ما جنگ جدال نباشد. ما طرفدار جنگ جدال نیستیم. دیگه وقت نمیگیرم. رحمت کلام که شوکت. زنده باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. خدا باور کنید وقتی از صدا از مردم بدخشان میشنوم یک کمتر امیدواریم به آینده تاجیکستان زیاد می شود. وقتی که با یک دوست بدخشانی صحبت میکنی با شجاعت، با جسارت، با متانت، با باوری گپ زدنش رو میبینی میگویی انشاءالله ملت تاجیک نابود نمی شود. انشاءالله این رژیم به مقصدش نمی رسد. انشاءالله این رژیم از بین می رود. حتما تاجیکستان پیش می رود. این خیلی امید در دل پیدا می شود وقتی که با یک مردمی بدخشانی، با یک فرد بدخشانی صحبت می کنی. اما آیا سزاوار است که ما علیه همین مردم که جزء تاجیکستان هستند، جزء بدنه تاجیکستان هستند لشکر کشیم؟ با نفرانی را که مردم نسبت آنها مهر دارد، محبت دارد، احترام دارد بگیم یک دو سه نفر جنایتکاران عضو گروه متشکل جنایی گفته صحبت کنیم؟ اوی خودتان هر روز ده ها جنایت میکنید علیه ملت. یک دیگریتان را پدشکه میکنید. حالا جنایتی که رمضان رحیمزاده و سیمومین یتیم و تیمش در بدخشان کرده ایستاده است، اگر یوسف رحمان بزک جنگلپا نمی بود، یوسف رحمان خودش را احترام میکرد، هر دو این را پشت پنجره زندان میکرد. سیمومین یتیموف و رمضان رحیمزاده را و علیشیر میرزاناباد را در بدخشان، هر سه اش را پشت پنجره زندان میکرد و جوابگری جنایی میکشید. یوسف رحمان یک بزرگ جنگلپو همین حالت را ناظر قانون، ناظر اجرای قانون تماشا کرده ایستاده است. قانون شکنی رفته ایستاده است. پروکراتور گنرالی جیم صدای ندارد. مشی آب افتادگی یوسف رحمان. شرم گفتگی چیز، حیا گفتگی چیز بوده که ساخت. تو خود از زبان کوتاه نباشی، تو خود از جنایتکار نباشی که سیمومین یتیم و رمضان رحیمزاده از جنایت های تو با خبر نباشن، نزد آنها زبان کوتاه نباشی، حتما تو ناظری اجرای قانون میگفت که شما کجا رفته ایستادید؟ چه خیلی جنایتکار، اینجا سود وجود دارد، عدالت سودی باید باشد. شما پرونده رو یک به پروکراتور است بیارید سپارید، ما بینیم چی گپ است اونجا در بدخشان. محمد باقر کی بود از خودش؟ یک پرونده رو آورده به ما به ناظر اجرای قانون سپارید چی و ما بینیم چی این جنایتکار کی بود از خودش؟ گفته میتوانید آقای یوسف رحمان همین گپ از دهانتون میبراید هستید می شما؟ چی گپ است در بدخشان؟ جواب هست می؟ وای ناظر اجرای قانون، دادستان کل، واهمه چی را بینید؟ وظیفه را، واهمه منصب را بینید؟ خودش یک مشی آب افتادگی، گوزک جنگلپا، هیچ چی ویس ندارد. ابسولوت نه، گفتی روزها. هیچ چی ویس، یک رنگ کرمک آبی
ویس ندارد. اینها رفتن لشکر کشیدن در داخل تاجیکستان، از خودشان گروهی متشکلی جنایی ساخته ایستادند، از نفری که در بین مردم محبوبیت دارد. اوی مردم به جنایتکار احترام قائل می شود. با این گپتون شما تمام مردم بدخشان را جنایتکار گفته ایستاده. با همین گپتون وقتی که مردم جنایتکار را به شما نمیدهد، از روی اگر محمد باقر فرق کردیم که جنایتکار است، مردم نخواسته ایستاده است محمد باقر را به شما دهد، یعنی همکاری در جنایت، یعنی تمام مردم بدخشان به شما گروهی متشکل جنایی است. میخیل شرم دارید نمیشه. منطقی گپتون را بینید. این گپ را از کجا ساختید؟ یگان نفری بین شما، یک آدمی کمتر کله‌دار، یک کمتر عاقبت گپش فکر میکردگی هست یا شما هم همون گپزنی هاتون جواباتون به مردم گپزنی های همون نمایندگی شرکت سومونیر نشست مطبوعاتی سومونیر بریم و مردم بوتربرود داده آب داده گسیل میکردن؟ چرا؟ برای حفظ سلامتی مردم به مردم در هواپیما خوراک نمیدادند. یعنی تمام جهانیان احمق در هواپیما خوراک میدهند، فقط دانا شرکت سومونیر بوتربرود و آب. انکنون از ماه مرد دادن سر میکردند، یعنی خوراک گرم میدادند. اکنون ضرر نمیکرده است. شما همتون در همه جا همین خیل هستید. رنگ همین بوتربرود شرکت سومونیر هستید. همه بوتربرودی. همتتون بوتربرود است همه. میخواهید به همین آب خنک مردم را فریب کرده گردید. در تمام دنیا در هواپیما خوراک گرم میدهند، یک و دو میدهند با سلات، چند چای، کلچه، شیرینی. اینها یک بوتربرود، یک آب. وقتی پرسیدن که آخر چرا میخیل است، گفتن که ما برای حفظ سلامتی کلینت ها همین کار رو کرده شدیم. یا بدگیرید همش اینا بزرگ جنگل پا هستند. یعنی تمام رفتارشان، کردارشان انا نمیخیل است. فریب نیرنگ، بزن بگیر بخور. یکی بدخشان شما خطا کردگی هستید. بدخشان انشاءالله در همین بدخشان انشاءالله شکست میخورید و سرشوی شکستتون از بدخشان است. انا میخواد شکست خورده میروید دفع میشوید انشاءالله. همین انشاءالله در بدخشان شکست میخورید و سرشوی شکستتون در تمام تاجیکستان از بدخشان است انشاءالله. زنگ رو قبول بکنیم. واتساپ. الو 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 زنگی واتساپ. الو گوش میکنم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشنوید اکا ما را؟ بله میشنوم، بفرمایید. ما اکای همه بو همه چردو راست بو همه اکاو همه توک دورو یک طرف کولو با طرف برادرو کولو خیستن بو همه خیلمه گم پروت مو میرن پروت جان خطی پرومیرو بو همه خیلمه خوستیم شتو بمو اکاو مو گپ زدن کو مو توک دورو مو طرف حکومت هم که همه ویس مردم کولو به پرویکاتsa نکنن شتو به پروت بدخشو نخیزه مو خواهم مردم مو هم مجبوری قطعی نو جنگ میکنه شتو به مو را خیل خواهی ویس میره میبینن چه خیل ازدواج هم مودا میکنن دوجا برای همه که مو سوابود سلو خود را شتو به یگون کس ظلمه نمی شتو در سر مو ظلمه نکنن همه خیل گپا که شوقی بسیار خوب برادر. حالا شما از بدخشان گام بسینید یا از خارج؟
ما خارج اکای مسکو اول انشالله همه روزا میرم انشالله نصیب باشد. وضعیت خبر دارید در بدخشان حالا در خروق چی خیر است؟ یگان خبر هست؟ هست این اوزر بو همه سپیس چه میگه سپیس پدرزلینی روی کردگه ویس همه پشتا و ده میگه سنایپرو موندگه ای 15 سال می ای 15 چسلو اینا تو 23 چسلو وقت بودگه تیپ محمد بوکر خود را بسپورد بود شاید دورت ایره نمیدونیم. شما چی فکر دارید؟ آیا محمد بوقر حاضر می شود خودش را بسپارد؟ مردم به این چی نظر دارند؟ ما میره никогда کامو کماندیر ما میگه никогда в жизни نمیکوره نمیکنه نمیشود. بله انشالله. او محمد بوقر مکای شوکت یک آدم توزه برای امو اینو دمیشاتش میکند خیلی اما اینا امو فیره با فکرم شما هم دیدید چه خیل گپوزه چه خیل امی کورو اینو را گفت چه خیل او را کور سرش کردگه. بله امین علیشیر میرزانباد با تجاوز به ناموس دستگیر شده است. علیشیر طرف محمد بوقر و کار سور شده است. امین علیشیر میرزانباد که امروز رئیس حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان شده است. اما علیشیر عذر خواهش میکنه تو ببین محمد بوقر تیستر همین بدخشان گمش بکنه تو بمو گوش نول ایجاده اکای شوکت بله او سر امور هم گفت تو سرش فوش شد. بله درست است. حالا بیایید آشکارتر صحبت کنیم. از مردم حکومت طلب کرد که محمد بوقر را به حکومت سپارند. آیا اکثریت مردم به این حاضر هستند؟ در بین مردم نفرانی هستند که آماده هستند محمد بوقر را سپارند؟ این خیلی نفران هم پیدا می شوند. اکای شوکت شب و روز و جگ دیتا هزار یک و نیم هزار در گرد محمد بوقر افراده کرد. هر شب روز و جگ 1,500 نفر آدم. این پرمیر نه ویس هم یعنی از تمام بدخشان مردم آمادگی است برای دفاع محمد بوقر. تمام بدخشان در طرف این ایوانج برادرای طرف وانج اومدگی در طرف دروازه اومدگی در طرف یزگلوم اومدگی در طرف روشان و شغنان و همه اوجه در اومدگی هنوزی بار خروخ داوزی. بسیار خوب. ما انشالله ما آدم نمیتیم میخیل با خیلی میدروه ما سلاح نداریم شوکت که ما همون سنگ خطی جنگ میکنیم چقدر ما را میکشن بکشن چقدر همه چه خیل چه میگویم و چند قدر میکشن 50 کسه میکشن خیلی 100 کسه نشد 200 کسه خیلی میبینیم چه گپ میشه یک خدای تعالی بالا لیکن اینو خدای تعالی را فراموش کردگه همین سه یتیم و فو بزمک و فو اینو خدا نمیدونه خدا شخیله و فراموش بشه همین دین و اسلام دور شدگه ما چه اینو دیگه بگویم اسلامی ابالله خزبیل تو میپردیم تو اکای شوکت. بله واقعا گپای با منطق. اگر اونها خدا را فراموش کردن مردم در نظر اونها چی است؟ بله اکای شوکت نفهمیدم گپش. بسیار گپتان از روی منطق است میگویم. تشکر به شما، زنده باشید. ما اکای شوکت همین غریبه ده به خدا شب و روز خواب نداریم و در فکر سرزمین خود با خدا تعالی همه فرستید با جای مراجعه همین غریبه و یکو کار خوب بکند و خیلی خوبی نکنه امو تاجیکستان دام همه خیلی
بدبختی نکن شتو به ما میکنه چه میگویم سپکوی کار بکنه. بله تشکر زیاد برادر، زنده باشید. رحمت کلو نکای تشکر به شما شوکت زنده برادر. باش. خدا حافظ. خدا حافظ برادر عزیز. حالا ببینید احوال بدخشان، چندی از هم وکیلان مجلس خلق ولایت برآمد کردن، آنها را برآمد کناندن، انیقترش کاغذ را به دستشون دادن تا که بخوانند از پیشروی ها در بدخشان صحبت کنند. ببینید این حال بدخشان در چه حال است. همه نرخ بلند خوراکه، از همه حالت بلند بیکارخوجگی، بیکاری، همه کمبودی استحصالات، یعنی نبودن استحصالات، همه بدترین راه ها، نبودن اینوستورهای خارجی، در همین بدخشان است. حالا به صبر همین مردم بدخشان تشکر گوید همین حکومت، به صبر همین مردم بدخشان همین حکومت باید تشکر گوید. دست پیش بر به مردم بدخشان سر تعظیم فرو دارد همین امام علی الرحمن که بدترین راه مردم بدخشان دارد، کارخانه های استحصالی ندارد، قیمتترین نرخ خوراکه در همین بدخشان است. به همه همین و بیکاری در بدخشان است، یعنی نرسیدنی جای کار در بدخشان است. باید به همین مردم بدخشان تشکر گوید. با داشتن اکثریت با معلومات عالی جای کارشان نیست، میروند روسیه. با جای تشکر که به همه این صدا بلند نکرده، به همه این تظاهرات نکرده، جای کار یافته نگفته، راه را اسفالت کن نگفته ایستاده اند مردم. تنها طلبشان این است که به ما خلل نرسونید، یعنی غجین ما را نبیارید، غضب ما را بالا نکنید، آزادی ما را سلب نکنید. همین قدر است طلب این مردم. نگفته ایستاده است راه هم را اسفالت کن، نگفته ایستاده است کنی کارخانه که در ولایت مختار کوهستان بدخشان شما کردید. چیکار کردید برای پس کردن نرخ‌ها؟ چیکار کردید برای از بین بردن بیکاری؟ این سوال ها را مردم بدخشان نداده ایستاده است، از شما نپرسیده ایستاده است. تنها طلبش همین است که حقوق و آزادی های قانونی آنها را پایمال نکنید. اینها را کدام بندیت ها، کدام تروریست ها از کجا، از ایگیل، از داعش، از سوریه آمده یا از عراق آمده؟ نه، رژیم امام علی الرحمن حکومت داران، انمی منصب داران تروریستان رسمی کرده ایستادند. تروریستان در سطح دولت حقوق آزادی های شهروندان را در یک ولایت پایمال کرده ایستادند. گناهشان چی است؟ سربلندیشان، سر نفرآوردنشان. شرم نمیدارید؟ نفری بعدی را گوش میکنیم. بفرمایید. عبدالرحمن بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با مردم بدخشان گفتنی هم که این بدبخت های تحقیقت ایستادگان را گوش نکنید. همین شخص فرزند خودش را، فرزند جان جگر خودش را پروندگی است، کشتگی است. کی را چی شده است میگه؟ با رحم به دیگران نکنید. همین مردی که با توقیع ایستادگی ویدیو کرده است به مراجعه به مردم بدخشان، بله، همون شخص فرزند خود را کشتگی است. بله. برای همین گفتنی است که
فکر نکنن یا همشون یا بدبختن. درست. تشکر. از خط خارج شدند. نفری که از واتساپ زنگ بزدن هستند. بسیار خوب. ببینید تماشاگران عزیز، مردم در یک وضعیت قرار دارد که به هیچ گفتار راست نمی بیاید. اینها 30 سال باز وعده میکنند راهی بدخشان را درست میکنند. 30 سال باز تا به حال حاضر با همین راههای ولنگار به بدخشان میروی، با همین راههای خاک پوته. وقتی که ماشین راه میگردد چنگ به آسمان میبراید، میگردی. اما مردم بدخشان اندازی راه میسپارند. او امارتیزاسیون ماشین آنها که پیش از مهلتش بیکار میشود که پرداخت میکند. مثلا راه منفرش باشد شاید عمر ماشین هم دراز میشود. راه منفرش نیست، عمر ماشین کوتاه است، اما اون صاحبای ماشین اندازه راه سپرده ایستادند. این مبلغ ها رو شما چیکار کرده ایستاده؟ مردم بدخشان پرسیده ایستاده است پول میگیری کجا میکنی؟ بدبخت نگفته ایستاده است. شنیدید شما؟ نه، صبر کرده ایستاده است. فقط چی طلب دارد؟ مونت آدم بمانیم، مونت انسان بمانیم. همین قدر. از ما روباه نسازید، از ما بوز نسازید، همین قدر. از ما شغال نسازید، همین قدر طلب دارند. مونید آخر، مونید. امروز هم میگویم، فردا هم میگویم، انشاءالله امید دارم که دعا میکنیم که انا همین هجومتان، لشکرکشیتان به بدخشان اولین شکستتان میشود و این پایدیوار شکستتان برای شکست خوردنتان در تمام تاجیکستان میشود. زمینه شکست شما در تمام تاجیکستان میشود و انشاءالله به همین آب خنک را از سرتان میریزید، دفع میشوید. انشاءالله. انصاف هم چیزی نقص ده. وای مردم، حالا ما درباره مردم بدخشان صحبت کرده ایستادیم. مردم شما بدانید که اگر از جانب دیگری مسئله نگاه کنیم، بی‌غیرتی ما، بی‌طرفی ما نسبت مردم بدخشان، این بسر خودمان آب خنک ریختن است. این بسر خودمان آب خنک ریختن است. این مانند آن است که دو همسایه خانه قش به قش به هم پیوند دارند. خانه اینش میسوزد، اینش میگوید که خانه وای سوخته ایستاده است، به من چی؟ اوی میگذرد، آتش میگذرد به خانه تو هم. این را فراموش نکنید. مردم هوشیار باشید، نوبت شما هم بیاید. اگر در بدخشان اینها پیروز شدند، با این تمام نمی شود. به یک حالت مردم سوخت، مردم دیگه ختلان و ناحیه های تابع مرکز را به یک حالت سرکوبی آورده رسانیدند. مردم بدخشان را خدا نشان ندهد به این حالت برابر میکنند. بعد از این سونی باز درجه دویم سر می شود، درجه دویمی سرکوب کنی سر می شود. با همین خلاص نمی شوی. گفته اکی بابا جان موقعان شده تخم کرده خلاص می شوی. وقتی خروس بودی صدا نزن، خواب مرا پریشان کرده ایستادی گفت
خروس صدایش را خاموش کرد. وقتی مؤذن های ما با بلندگویک از آن میگفتند، اول گفتند که با بلندگویک از آن نگوید، هم تو از پایان از آن گفته خوندن گیرید، نماز هایتان ده. با همین خلاص شدید؟ نه، مسجد ها را بستند. وقتی مدرسه ها بود گفتند که فنهای دنیوی همراه کنید، باید فنهای دنیوی هم در مدرسه ها درس داده شود. فنهای دنیوی همراه کردند. 80% درس ها فنهای دنیوی شد، 20%ش فنهای دینی شد. حتی همین زبان عربی که لازم است یک نفری که در مدرسه خواند زبان عربی را باید داند، در یک هفته 1 ساعت و 2 ساعت شد. چقدر می آموزه یک نفر زبان عربی را با این حالت؟ حدیث در یک هفته 1 ساعت چقدر می آموزد؟ به همین هم راضی بودن، به همین هم راضی شدن. همین مدرسه دارهای ما، مکتب دارهای دینی به همین هم راضی شدن. گالستوک بسته بیاد گفتن گالستوک بسته آمد. طالب علم ها ریش نماند گفت ریش نماندن. به همش بعد چی شد؟ به همین خلاص شدن. نه، در تاجیکستان یگان مدرسه وجود دارد؟ نه، در تاجیکستان 28 مدرسه وجود داشت، بستن پرتفتن همش رو. یک دانشگاه ماندگی است. همین طور است. پرویز بفرمایید. برآمدن. زنگ واتساپی رو قبول میکنیم. الو. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام به تمام مخلصان. برادر یک نواری که مونده که برادرای منطقه کلوب گپ میزنن، ما هم یک فرد منطقه کلوب به امیا گفتیم که امین ننگ ناموس که امینا گپ زدن، اول همین کارا را در منطقه کلوب سر کردم. گفتی موچی که بچه سنگه که قتل انگاری کو در بین شهر کلوب گرفتن، تیرپرانی کردن، یگان خالده چی نکردن، نگاه نکرده. تمام خلق گفت که تانک تو در کلوب کشیدن در بین شهر، اگر یاد داشته باشین همین حادثه را. خواهد سلطان کشتن، امید 88 کشتن، مقصومی افساتو را کشتن. گفتی که این برادرها ای کلوب در ای کدام یک همین حمایت کردن، غفورسپور در سرش قبچه کشیدن. شما همین کلوبی میگین و کدام ننگ ناموستون تاقی چکنی کلوب و در سرتون مود این ناموس دارین، این به ناموسو شکمباتون ننگ شکم خر دم کردگی. آخی کلوبی گفتن شرم نکرده خطا کلوبی میگوی اول ننگ ناموس کلوبی هم دست میزدگین. زنک کلوبی را گفت که رومالش اثر کشید، بروکش اثر تنش کشید، حمایت نکردیم. به کدام حالتون میخیدیم میگه ما ای کلوبیم، ای کلوب نامش پس نکنین، ای برادرها التماس نام کلوب پس نکنین. مادر کلوب طریق فرزند نزایده است. التماس ای نام کلوب گپ نزنید، همین که گپور ای نام کلوب گپ نزنید. فرزند کلوب تحقیر نکنید. این تحقیر به منطقه کلوب برادر قبول ندارم. من یک شهروند منطقه کلوب این گپ تماما قبول ندارم. مادر کلوب خیلی فرزند بیناموس تربیت کردگی نیست که فرزند دخترش سر لیج گفت که بی بروک بگرده. اینو اومدن همه مقدسات ما را گرفتن بمب خیزن، میگه که با مقابل خلق قومی این خیل میکنیم و این خیل میکنیم. شما ای ناموس اختون حمایت کنین، ای فرزند اختون حمایت کنین. این بچه های کلوب این قدر کشتن گفت که غفورش باید دستان خوبشه کرد، چی با حمایت نکردین؟ این نون نمک کلوب خورده گفت که نمک دار توف نکنید. التماس برادر خون ای کلوب نگین، با همین شان شرف خلق کلوب منطقه کلوب نمیارزم گپو. بله 100%. سلامت باشید زنده باشید برادر عزیز. من این مردم از کلوب هستند. بابا جان قایمزاد از کلوب بودم. من این برادر از کلوب برآمد کرده شده است. و من با باوری کامل میگم که با باوری کامل با مسئولیت تمام میگم که همونجا قطار شده ایستادگی و همش زنکای از تگ 100 دور گرفتگی است. همش جنایتکاری، همین خیلی زبان کوتاه، همین طوری است. دلش در دست پرونده های جنایتیشون اکثریت همینجا اشتراک کردگی ها در دست مقامات است. خنگ گفتن یا به همین پیش اندازی ها نه گفتن جایشان پشت پنجره زندان بشود. یا قضیه
سنگک و فیضلی و همینا به سرشون میبیاد. هیچ نه از چند نفرایی که در زندان به شهادت رسیدند. یک نفر به نام وارد استودیو شدن، ایشان را گوش میکنیم. با رنگ یک شغال است. چی است؟ ساکچه. الو؟ ما شما را گوش میکنیم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گپ زنید برادر. برادر صدایتان هست، گپ زنید. خارج شدند. ببینید اوی برادران، های مردمی تاجیک، باور کنید هر یک خاموشی ما و هر یک تماشای بی‌طرفانه ما این یک تیر به سوی خودمان است. یک تیر به سوی خودمان است. یک شمشیر، یک تیغ به گردن خودمان است. هر یک خاموشی ما، هر یک بی‌طرفی ما. شما فکر میکنید ما در یک بهشت زندگی داریم و از یک طرف ایستاده شما را به شور انداخته ایستاده؟ نه. باور کنید در یک شبانه روز اگر 24 ساعت باشد 20 ساعتش ما تهدید میشنویم. تهدید میکشمت، پورا پورا میکنمت، تو رو این خیل میکنم، تو رو وای خیل میکنم و هاکذاها. جایت رو میدونم، هر یک قدرمت رو شمرده ایستادم، این خیلت میکنم. خیر همین در همین حالتیم. اما به همین تهدیدها اگر ما داده شده خاموش شویم پس چی کار میکنیم؟ یعنی به آینده ملت چی میگوییم؟ به نسل آینده چی میگوییم؟ به فرزندانمون چی میگوییم؟ خیر کی چی نگفتیم؟ نسل های آینده ما، فرزندانمون، نبیره هایمون در آینده نسبت ما چی خواهند گفت؟ گذشتگان بی‌ناموسی که ما را به پراکندگی دادن، ما را به سرسانی دادن، ما را به سرگردانی دادن، ما را به غریبی دادند، ما را بر روی زمین اجازه دادند که پراکنده شویم، همچون ملت نابود شویم. همین ناموس را برداشتنید تا قیامت. مردم عزیز، خصوصا ضیائیان، خصوصا نفرانی که یک حرف گفتنی دارید و از گفتنش می هراسید، بدانید که امروز فردا دارد و فردا لعنت ملت تاجیک به قبر شما میبارد. ما اگر امروز خاموش باشیم به همین کردار، به همین وحشانیت، به همین تروریسم در سطح دولت، تا به قیامت لعنت ملت تاجیک به سرمون میبارد. تا به قیامت بدنامترین نفرها خواهیم بود. پس اگر ما میخواهیم که سربلندانه در این دنیا زندگی کنیم، به این دنیا هیچ کس ستون نمیشود. امروز یا فردا میمیریم، اما باید سربلندانه و مردانه باید زندگی کرد تا نفس آخرین. یک نفر از واتساپ زنگ بزنند. الو؟ الو؟ نفری که از واتساپ زنگ زده شده بفرمایید، ما شما را گوش میکنیم. الو؟ الو؟ بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چطورین؟ سلامت خوبه؟ زنده باشید، بفرمایید. ما میگم امام علی اختیار قرض داره؟ بله. بسیار خوب. بسیار خوب اشاره کردید. یعنی امام علی از خطای قرض است، تاجیکستان نه. بسیار خوب
امام علی اگر همین قرض میفشده و مثلا من تو ازبکم تاجیکای نمیدونم اگر قرض سور شده این او قلی زاد قیس صبتن زاد قرض نما صبتن زاده اما پامرده ما یا که مرغابت ما بیر بیاراده که بس اگر شده خواسته بس ایش تکلم میقولم ما ازبکی رو نمیدونم حیف من های قرغان تپه قرغان تپه زنگ داده ایستم از قرغان تپه کب زده شدید یعنی از بختر ها یعنی گفته شدید که یعنی خطوی قرض پرسد چی میتی گفته شدید می بله اما من اوکراینا قرضدار بود من پوتین نیمشه گرفته اگر خطای همی میپرسه اگر میپرسه قرض شده پامیر نیمشه میتیم این مالی گرفته میروه بله یعنی یک نفر عادی اینقدر بسیار اگر ترمه کنی فایده اگر اولادش ترمه کنی فایده نیست اگر تاجیکستان نیمشه میگیره اولادش ترمه این مالی اولادش ترمه کنی فایده نیست درست پس چی باید کرد به نظر شما چیکار کنیم خستان در کن میتین کردن در کن بله اگر من وزیر پامیره یگو نیم شمیگره همه بایلیگ ما همه کخته بایلیگ ما کخته یعنی بایگری ما گوید میتونی سیرا نمیگیره اگر چند قرضدار من شنیدگیم چند قرضدار اماماله اگر پامیره سیرا نمیگیره بله 40% قرض خارجی است نفسان نظربایف گرفته رفتن اما جای همی فرانسه گیلمان اده اونا کدگه اماماله هم همی خیل کدگه گرفته میره و پامیره نیمشه میگیره سیرا نمیگیره بله ما پوتین حالا ببینید حالا نفرانی که شما میگوید مردم بدخشان تاجیک نیستن همین در داخل ولایت ختلان در شهر باختر از قرغان تپه سابق من ازبکم گفته گپ زده شده است دلش به خاک بدخشان سوخته شده است پریشان است که غم میخورد که زمین بدخشان را به بیگانگان میدهند غم خورده شده است با گفته شده است من ازبک هستم پس باید ما این نفری که همین قدر به ملت غمخوری دارد به وطن غمخوری دارد به تاجیکستان غمخوری دارد و نمیخواهد یک پارچه زمینی تاجیکستان به خارجیان برود ما این را ازبکی گفته دیگه از تاجیکستان ندانیم چه خیلی که حاضر تفریقه انداخته شدید این احمقی چی است و گپی چی است تا این حد احمق بودن به هیچ یک چارچوبه نمی گنجد درست است خیر رازدلیای ولاست وی گفته که درست است آخر همین ولاست ویتان همین باشد یعنی مردم را در حالت خواری ذلت نگه داشتن باشد و بمیرید نمیشود از این روزتان همه ملت ها همه حکومت های جهان برای سربلندی ملتشان کوشش کنند اینها برای سرخمی مردمشان کوشش میکنند حالا در امریکا در 70-80 سال پیش همون سیاه‌پوستان آدم شمرده نمیشدند وقتی که به آنها حق داده شد حقوق داده شد آزادی داده شد در تمام پیشرفت‌های کشورشان سهمگذار هستند حتی به درجه پرزیدنتی آمده رسیدند باراک اوباما وقتی که به آنها حقوق آزادی ها داده شد حقوق آزادی هاشون تامین شد آنها را همچون انسان شناختند صداقتشان به وطنشان را آشکار کردند ثابت کردند حتی همون سیاه‌پوستانی که امریکایی ها آدم نمیشمردند تجربه امریکا
شما یک ملت از یک ملت سربلند گرفتید، غلام ساخته ایستاده اید. یک ملتی که تاریخش در 1000 ساله ها نمونه بود. از این ملت میگیرید شما غلام میسازید. شما خائن نیستید که خائن است. شما وطن فروش نیستید که وطن فروش است. شما تروریست نیستید که تروریست است. هم معنوان ترور کرده ایستادید، هم جسمان. معنویات میگویید، فرهنگ ملی میگویید، فرهنگ بیگانه را در کشور پیاده میکنید و فرهنگ خودی را فرهنگ بیگانه گفته مردم را مجبور میکنید که از او دست کشند. کرته مردم را میکشونید، معلمه ها را کرتهشان را میکشونند، کافته یوبکا پوشیده بیا. رومالشان را میکشونید، سر لوج بیا. کدام معلمه تنگ و تار پوشیدگی باشد، کمتر چشماش بیجا باشد، حتما پویشنی میشود. از مکتب میگیرن حکومت ناحیه، از حکومت ولایت، از حکومت ناحیه میگیرن حکومت ولایت، از حکومت ولایت میگیرن یا تگ بینی آزاده یا تگ بینی رستم یا تگ بینی امام علی رحمان. کدامی که کمتر چشم روش بیجا باشد، او آدم زمانوی است. شرم نمیدارید؟ شرمتون کجا شد؟ شما میخیزید میگوید که زنها باید از زنهای افغان دستگیری کرد. شما میخیزید میگیرید زن آزاد را از خونش دعوت میکنید، پشت پنجره زندانش میکنید، 6 روز هیچ کس از او درک نمییابد. میروید یک نفری که محبوب مردم است، او را نفر جنایتکار میشمارید. نفرانی که در اطرافش جمع شدن، حالا خود مردم بدخشان گفته شدن، از تمام گوشه و کنار بدخشان حالا آمدن، 1000 نفر در اطراف خانه‌اش ایستادند، پاسبانی میکنند و نمیخواهند که حکومت او را دستگیر کند. آنها گروهی متشکل جنایی هستند. 5000 نفر برآمد تظاهرات کرد، سبب مرگ گلبدین زیابکف را پرسید، گفتید گروهی متشکل جنایی تظاهرات کردند. 5000 5000 آدم گروه متشکل جنایی است به شما. به دهانتان این گپ گنجیده ایستاده است؟ به دهانتان این حرفها گنجیده ایستادن یا نه؟ 5000 نفر اینها کی هستند؟ گروه متشکل جنایی. 44 نفر را مردم انتخاب کرد، نماینده خودش گماشت و گفت که با شما صحبت کنم. به آنها راه نمیدیم، تلویزیون ها به آنها راه نمیدیم. گفتی نورالدین سعید. به این خیل نفرها ما راه نمیدیم. این خیل نفرها که هستند؟ طلبات مردمشان را به شما رسانده ایستادند. نفرانی هستند که طلبات خلقشان را، طلبات مردمشان را به مقامات میرسانند و میخواهند که با راه آسایشته مقامات به داد مردم بدخشان برسد. این طلبات هست شما حکومت مردمی و حزب خلقی دموکراتی در سر حکومت شما خلقی هستید یعنی مردمی هستید پس به گپ مردم گوش دهید، گپ مردم رو اجرا کنید. وظیفه‌تون همین قدر است. شما ببینید از روی قانون طلب کرده ایستاده است یا نه؟ همین قدر بس است برای شما. یگان مشکلی وجود ندارد، یگان گپی زیادتی لازم نیست. طلبات همه مردم رو ببینید، کدامش غیر قانونی است. اینترنت رو بیته گفته ایستاده است، غیر قانونی است. سبب مرگ گلبدین زیابکف شرح داده شود گفته ایستاده است، غیر قانونی است. نه، اینترنت رو باید بدید، وظیفه‌تان است در عصر 21. بدید آخر کدام طلباتشون غیر قانونی است. این طلبات کدام گروه جنایی است؟ گروه متشکل جنایی. لشکرها را از بدخشان برید اینجا. حالت نظامی نیست گفته ایستاده است، حالت حربی نیست گفته ایستاده است. درست میگه، شما جنایتکاران لشکر بردگی هستید اونجا.
کدام گپش خطا است این مردم؟ کدام طلباتش خطا است؟ غیر قانونی است. همه کار شما غیر قانونی کرده ایستادید. پس اجرا کنید. وظیفه شما خادم خلق اجرا کردن طلبات مردم است. اگر از روی قانون طلب کرده باشد، کدامی از طلبات های همین مردم غیر قانونی است برای شر دهید. مردم بدخشان که به شما همون گروه 44 نفره که مردم آنها را برای مذاکرات با حکومت انتخاب کرده است، بگویید که فلان طلبات های همون نفران غیر قانونی است، ما آنها را اجرا نمی کنیم. گفته میتوانید؟ نمیتوانید. بمیرید از این روزتون. شرمنده ها، بی ناموس ها، جنایتکاران. گفته نمیتوانید. وقتی که گفته نمیتوانید دفع شوید، از او دشت نمیبرید. زنگ واتساپی است. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اوزی مامیا کجانا هست استاداتون. ما همی کوتاه میگم همی فکر خدمت با همی آدمایی که تاقی کلوبی دختن میگن ما ای کلوبیم، شیر بچه های کلوب میگن ما همی خیلی آدمایی که ای کلوب ما بیزاریم. ما در قطار همی پامیری مردم پامیر همی خیلی برادرای که کلوبی میگن همی 1000 بیزاریم در قطار همی پامیری هاییم. در فکری همی ما راستیم. میبخشید نمقه فکری ما. زنده باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید برادر عزیز. حالا تماشابینان عزیز، طول 3 ساعت است که صحبت میکنیم. امیدوارم این طلب های ما به گوش مقامات میرسد و در بین آنها امیدوارم که نفرانی که این دنیا را با چشم خیرت ببینند، نفرانی که صاحب اندیشه هستند، صاحب انصاف هستند، از وحشانیت دور هستند، انشالله در بین این حکومتداران هستند و صدای آنها، حرفای آنها امیدواریم که غلبه میکند، حق به حقداد میرسد و مردم بدخشان از این لشکرکشی ها آزاد میشوند و سربلند و پیروز میمانند و سربلندی و پیروزی نصیب تمام مردم تاجیکستان میشود و امیدواریم که یک روز نه یک روز در وطن هوای وطن را نفس میکشیم، از مهاجرت بر میگردیم، آزادانه نفس میکشیم، بدون همین رژیم خونخوار، بدون همین وحشی ها برای وطن کار میکنیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه